салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед, ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгири ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. سلام و درود هموطنان عزیز. نیت بود در برنامه بسیار ماراتن تحقیقات تدخل کانال یوتیوب کانال ملی ترکستان و کانال ناموری پیام تبا قرار دارد و نظرشان بسیار زیاد در تحقیق اساساً در نظریه تدخل و لگت در تدخل و در نیروی ایمان رضایت کردید که ایمان نیروی خدا و نیروی که برنامه برای شما مورد کسان شما قرار می‌گیرد و در ضمن یادآور می‌شوم که در خصوصی همین کانال یوتیوب کانال ملی تمرین شوید و خود کسان کانال یوتیوب چون هر خبر بیشتر و امروز ما درباره اول برای رسول از تدخل به سیستم کلیدی شما عمل دارید از این تاریخ از نقاط تدخل نیروی
که صداقتی نیست. در اینجا در شرح نوشتن که صداقتی نیست می‌نویسد. خب در بدخشان دیروز از دوشنبه خبر رسید که فرماندار وزارت داخلی رفته از آنان شایان شد که از این ترمینال که به بدخشان سفر میکنند از آنان ترمینال 6 ماشین که هفت انتقال میدهند گرفته به عینی وزارت داخلی آوردند و در همین‌ها شامل شده توضیح بدخشان و سپر بدخشان شدند. ولی معلوم نیست که آیا آنها حق یعنی راننده ها را میداده باشند، حق یعنی راننده ها را میداده باشند یا خیر. لیکن همین که خبر رسید که یا حتی اگر حق آنها را آن ندارد. یا سلام علیکم یا می‌دارم که صداقتی می‌دارم که صداقتی خب سلام نیست سلام می‌دارم نیست سلام می‌دارم نیست می‌دارم که سلام نیست سلام می‌دارم. الو 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 یک دو سه یک دو سه سلام علیکم دوستان. خب دیگر دوستان مرحمت التماس میکردم که در زیر امین نوار شرحاتان نویسید و شروع میکنیم. خب یک بار دیگر سلام علیکم دوستان عزیز تماشابینان ارجمند. اینک باز در ماراتون نوبتی خود وابسته به واقعه قضیه بدخشان قرار داریم و لحظه چند با هم خواهیم بود. یادآور می شوم که ما الان در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان و کانال ماورایی پیام تیوی که در تاجیکستان و دیگر کشورهای به آن همسایه آن را می شود به هم پیوست شد پخش می شود و از شما خواهش میکنم که کسی که در این کانال ابونه نشده است ابونه شوید و زیر این نوار پسند مانید و آن را با دیگران همرسانی کنید تا همه بیشتر با خبر شویم از یک دیگر. شما از من و من از شما میخواهم که در شرح و در زیر نویسید. شاید کسی خبرهای بیشتری حتی بیشتر از ما داشته باشد از بدخشان. این هم خوب استثنا نیست. برای همین فعال باشیم و در این برنامه شرکت کنیم. خب من چند خبر رو میرسونم. دیروز بنده به شما گفتم که هر لحظه هر روز نیروهای نو به نو عازم بدخشان می شوند و دینا وزارت کارهای داخلی
از ترمینال کی به بدخشان از آن خودروها روا می شوند. در همان ترمینال از همان ترمینال 6 ماشین رو 6 خودرو رو گرفته به حوالی وزارت کارهای داخلی میبرند و خب در 6 ماشین اگر 7 نفری سوار شوند 42 نفر حدود 42 نفر راهی به بدخشان میشوند و خب منبع نگفت که آیا آنها رایگان رفتند، آیا آنها حق این راننده ها رو دادن یا نه ما نمیدانیم، لیکن اگر حقشان هم داده باشند این نشانگر آن است که بودجهشان خراب شده است یا جنرال ها این بودجه رو این مبلغ های جدا شده رو آبولای میکنند و برای بردن افسران خود به بدخشان حتی اینها نمیتوانند خودروهای وزارت کارهای داخلی یا کرایه کرده برند میروند از زمان مسافربرهایی که شهروندها را به بدخشان میبرند اما مسافربرها را استفاده میبرند که این خود نشانگر همان یک بحران عمیق در همین ساختارها است. و یک خبر دیگر شب گذشته دو پیکاپ میگن در دو پیکاپ نظامیان یا کارمندان مقامات وزارت کارهای داخلی معلوم نیست آمدن در یکی از میکرورایون های شهر خوروغ که در آنجا نیز از گفت آنها یک گروه دیگر متشکل جنایی با سروری یکی از رهبرهای غیر رسمی که چند پیش پرکرور ولایتی از جمله نام همین نفرها را آورده مردم را به آن مطمئن کرد که اینا آمدند آگاهی نامه را امضا کردند و با اینها صحبت گذرانده شد و اینها فهمیدند و خب چیزی یعنی از گناهش گذشتیم و یک گناهکار یک جنایتکار باقی مانده است محمد باقر و شب گذشته معلوم شد که از گناه یگان کس گذشتنی نیستند و همه آنهایی که اعلان شدند این هنوز روی خط آخران روی خط میخواستگی مقامات نیست و در اینجا زیر کاسه نیم کاسه های زیاده هستند و چنین است امروز وضعیت خب بدخشان و در آنجا باز هوا سردی و هوا چیز است، هوا سرد است، برف زیاد باریده است و مردم شهر خوروغ شب را شب نگفته روز را روز در آنجا نوبتداری دارند و مقامات محلی حکومت دولتی از مردم طلب دارند که این عمل شما غیر قانونی است، یعنی در نزد اولی خود ایستادن شب روز فرق نیست، شب ایستادی تو غیر قانونی ایستادی و باید نیستی و موردی خب یک درگیری در همین میکرورایون شهر خوروغ بین همین گروه ها و بچه هایی که در سر رو ایستادگی در حولی خود بودند در کوچه های خود درگیری صورت گرفته است، درگیری لفظی صورت گرفته است و این نظامیان زره پوش خب از جای حادثه عقب نشینی کردند و به منزل های مستقر که در آنجا مستقرند بازگشتند و همین خیل وضعیت امروز در خوروغ است و با طبق اطلاع دیگر و رئیس کمیته امنیت ملی سیمومین یتیموف چی کرده است، یعنی همین خیل خبر از همین نهاد برآمده است که از 15 تا 23 اینا میخواهند امان عملیات نظامی خود را در خوروغ
پیاده سازند برای پاکسازی این شهر. به گفت اینها از عنصرهای جنایی. عنصرهای جنایی که هستند همه اون شهروندان، همه اون ساکنان شهر خروخ و ناحیه و اطراف آن همش عنصرهای جنایی هستند و به گفت اینها کسی از پیش آمد به گفت اینها اگان نپرژینی یعنی نشان رستیر خالی میکنند و همین خیل به نظر می رسد که یگان کس از نیت خود برگشتنی نیست و خیلی که از مصاحبه محمد باقر هم درک یافتیم. این خب نفر این انسان هم از موقع خود یک ذره هم قفا عقب نشینی کردنی نیست و از ایشان از عدالت حرف میزنند و میگن که من یک نیشگ و نزدی که گفت یعنی یک قدم هم به عقب نمی رویم، در همین موقع باقی مانده است و وضعیت در شهر خروخ چنین است. خب قتل گلبدین یادآور می شوم برای همه تماشابینان که بر اثر بسیار آوازه هایی که الان پیدا شدند ما از اساسی یعنی از نقطه اساسی همین هرج و مرجی که در بدخشان به وقوع آمد فراموش کردیم، کنار رفتیم. این قتل بیرحمانه مظلومانه گلبدین ضیابکوف بود و ببینید همین قضیه گلبدین ضیابکوف امروز چنان مقامات آن را چنان خب چه بگوییم همه طرفه یعنی چنان اون را گسترده واکنش میکنن که کسی که در مقابل کسی که به جانبداری این مردم صدا بلند کرده است البته با او واکنش شدید می شود. خبر یافتیم که چند پیش یک هفته پیش یا کمتر در دوشنبه یک بدخشانی زاده بدخشان را برای لایک موندن در نوار بنده به 2 سال زندان محکوم کردند و خیلی که همان عبدالرحمن نالنو هم در نوار اخیرش میگوید بعد از برآمدش در حمایت از بدخشان و بدخشانی ها محض بعد از همان مادرش به مشکل دچار می شود و شاهده محمد جانو را غیب میزند، او را میربایند و در 6 روز از کجا بودنش درک نداشتیم و اخیراً با پافشاری جامعه مدنی و دیگر برادران همین خب به گفت خود عبدالرحمن با پافشاری روزنامه‌نگاران و دیگر مجبور شدند که اخیراً در روز 6 یک تهمت بالاش بار کردند و میگن که این بنده خدا گویا با گروه 24 همکاری داشته است و همین را برای او اکستریمیزم گفته خب پرونده سازی کردند. 307 قسم 2 اصلا نمی شود بالای این خواهر پرونده سازی کرد، چون که 307 قسم 2 دعوتی عمومی برای برهم دادن ساخت کنستیتوسیونی است. دعوتی عمومی. این خواهر یگان بار در عمرش به یگان چیز دعوت نکرده است، شاید یگان جا لایک هم نمانده باشد، اما همان لایک مونیش هم دعوت عمومی حساب البته که نمی شود. و ببینید و یک برادر دیگر منوچهر کوهستانی هم که خب یک بلاگر دیگر هست، بعد از آنه که برنامه یعنی نوار در حمایت از بدخشان و بدخشانی ها می کند
در نسبت خانواده او، پدر و دیگر خویش تبار او فشار و تهدید زیاد می شود و پدرش را مجبور می کنند که نوار کند و نسبت فرزندش، یعنی از فرزندش دعوت کند، یعنی می خواهند که پدر فرزندش را تحقیر کند، پدر فرزند را عاق کند یا یگان چیز دیگر، یعنی از طریق رسانه ها بیاید و اعلام کند که خب من تو را حق کردم یا دیگر. این شیوهی که رمضان قادروف در چچنستان گرفته است و ما از رسانه ها اون را رنگی ما امین دار و دستی رحمانوف و وزارت کارهای داخلی نیز از رسانه های روسی این رو میبینم و از آن عبرت گرفته چنین فشارها را بالای مردم میورند و من میخواستم به تمام شهروندان تاجیکستان، به تمام خویش تباری که در داخل قرار دارند، به شما اجازت است، هر چیزی که از شما طلب می شود به شما اجازت است، شما بیایید عاق کنید، چیزی که نکنید دشنام کنید. مهمش سلامتی شما برای ما است. شما سلامت باشید. اگر شما را شکنجه کردنی باشند و اگر خب همان نسبت ما تنقید یا حتی دشنام کردن شما سببگار شود که شما را شکنجه نکنند، ما میفهمیم شما را، هرگز ما از شما نگران نخواهیم شد و آن همه دعای بدی که حتی مجبور میکنند، ما شاهد بودیم که برادران حسین اشور و امین خیل مجبور میکردن، اونا از اونجا یا گپای پست و بلند نسبت حسین میزدن. ما میفهمیم وضعیتشونه. کدام پدری رو اگر حتی مجبور کنن که فرزندش رو از طریق امین نوارها عاق هم کند و فرزندش رو دعای بد هم کند، البته ما مطمئنیم که اون دعا چیز نیست، اون دعا صمیمی نیست، اون دعا از اجبار است و او البته که قبول نمی شود و از همه هموطنانی که در تاجیکستان قرار دارند و با چنین فشار روبرو می شوند، ما می خواستیم که شما اصلا نگران نباشید. برای همین گفتم که پدر امین برادر ما منوچهر کوهستانی رو هم مجبور ساختن که نسبت فرزندش همین گپ‌های تند زند، گپ‌های یک نوع زند و ما به امین پدر و به دیگر پدران و برادران و خواهران پیام دادنیم که ما میفهمیم شما در چه حالتید، هر چیزی که میگوید ما اصلا از آن شما مطمئن باشید که آن اصلا تاثیر نخواهد داشت. و این برای چی آوردم؟ موضوع بدخشان بود، لیکن امین برادر هم، امین خویش تبار امین برادر هم بعد آن که از جانبداری بدخشان نوار کرد، محض به خاطر امین، یعنی این جنگ رحمانوف با بدخشان است که اینجا خواهر شاهده محمد جان رو بازداشت میکنن، محض به خاطر اون که عبدالرحمن در موضوع بدخشان لب کشاد و اینجا آمدن با پدر منوچهر کوهستانی فشار آوری را سر کردن، محض به خاطر آن که منوچهر از بدخشان حمایت کرد. و امروز در مسکو یک بریگاد کلان رو خوب انتقال دادم به خاطر از آنجا یا نابود ساختن اون چهره های با نفوذ بدخشانی یا اونها را یک نوع استرداد کردن به تاجیکستان. و حاضر ما در میمانی منوچهر رو داریم و میخواستیم برادر منوچهر را وصل کنیم و مرحمت منوچهر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شما علیم شیرزمانوف و به تمام تماشابینان و بینندگان شما تشکر که شما ما را به این برنامه دعوت کردین. امروز واقعا موضوع بدخشان و موضوع مردم تاجیکستان هر روز داغ است.
این را باید حتما ما ذکر کنیم و دربارش گپ بزنیم. درباره اینکه پدر من نوار کرد، راستی من همون وقتی که اولین بار درباره مرگ گلبدین وقتی که صحبت کردم که همون کمانغوله که من در پشتم بود، بعد همون صحبت که شاید که من کمی اشکم رو ریزانده باشم، یعنی احساساتی بودم. من با سیاست همچون یک انسان احساساتی آمدم، یعنی با احساس خود، با همون احساس حقیقت جویی و عدالت پروری خود با سیاست دست زدم. بله، اشک چشمم که ریزانده بودم. همون بعد همون نواری که من خیلی خوب صحبت هم کرده بودم و در اونجا با لباسی عسکری بودم که آنها این اصلا دوست نداشتن که این میخواهد که مردم به جنگ دعوت بکنند. و بعد همین نوار شد، چون که من علاقه ندارم با پدرم یعنی از بحر من گذشته است. خب خداوند همه نفرها را هدایت کنه. از بحر من که گذشته است، خب تقریبا برای من فهمو بود که بعد کدام نوار، یعنی خلاصه خودم همین بود که بعد همون نواری که درباره گلبدین کردم، یعنی همون صحبت پخش زنده ای که 5 ساعت بود، بعد همون یک روز بعدش همون نوار پیدا شد. اما بیشتر درباره این که چطور این نوار رو کرد، کی را مجبور کرد، چرا چون این کار رو در همه عین حال کرد، خب برایم جالب بود. و درباره این که امروز رحمانوف میگن امو علم عیسی را از علم موسی را از عیسی میگیره. یعنی مقصد رحمانوفی است که امروز جوانان بدخشان در گرد محمد باقر جمع اومدن و نمیگذارن که او را دستگیر بکنن و رحمانوف از این طرف نمیدوند که دیگر چیکار کند. از اینه که مردم تهجوی و مردم داخل مرکز دیگر منطقه ها با رحمانوف یعنی نشان میدهند یک طرزی که مشکل ندارن و تنها هستن، با تنهایی اونا را زود زندان میکنن. یعنی آسانتر است از اینه که مثلا بیان محمد باقر را زندان کنن، برای اونها آسانتر است که یک نفر که اصلا هیچ نفر در پشتش نیست زندانش بکنن. و بعد یک چیز دیگر که در اینجا میخواستم، خوب در برنامه خودم میخواستم صحبت بکنم. چند روز بیمار بودم. اولین صحبتم در اینترنت بعد بیماریم با شما است برادر شیرزمان، و خوب دعوت کردن نتوانستم نپذیرم. یک چیز دیگر باید خوبی رحمانوف متوجه بشود. این رژیم باید خوب متوجه بشود. ما در وقتی که اولین پایه‌گذاری دولت سامانیان، دولت تاجیکان که سامانی‌ها بودن، با صفاریان همیشه در جنگ بودن. آنها هم قدرت خواه بودن. از این طرف عرب‌های عباسی اونها را جنگ می‌داختن با هم دیگر، اینها با هم دیگر جنگ می‌کردن. اما شما میتونید که احمد اسماعیل، خود اسماعیل سامانی 10 بار پیروز شدن در سر صفاریان، یک لطمه یا اینکه یک خانواده صفاریان را به قتل نرسوندن. اینها میگن که ته کرسی ما حکومت سامانیان است. وقتی که شما درباره سامانی صحبت میکنید، وقتی که شما درباره گذشته تاجیکا صحبت میکنید، شما همین زیاد نه همین تاریخ از اصولا را بگیرین ورق بزنین که کو پیدا بکنین که خون بیره اسماعیل سامانی نوح باشه، خود فرزند اسماعیل سامانی احمد باشه، کدام از اینها خانواده صفاریان را ظلم کردن؟ حداقل یک نفرش به قتل نرسوندن. حتی همون امیرای بزرگی که وقتی که پیروز میشدن می اومدن اونها را به قتل نمیرسوندن. یعنی اصلا به خانواده و به نزدیکان دولت صفاریان، یعنی به مردم صفاریان چقدر نمیشیدن، به خاطری که اونها را هم تاجیک بودن، اینها را هم تاجیکن. پس در اینجا سوال پیدا میشود به این حکومت که اینها تاجیکند یا نه. خب از این کارهایی که اینا میکنن معلوم است که اینها تاجیک نیستند. اگر که تاجیک میبودن، خب برای یک کشور تاجیکی که اول پیدا شده است، وقتی که ما میگویم پایه‌گذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی هست، وقتی که ما میخواهیم مثل اسماعیل سامانی و گذشته‌های سامانی باشیم، چطور میتوان که یک تاجیک به سر خانواده یک تاجیک دیگه ظلم بکنه؟ امروز که شما خود ما رو نگذاشتین که در داخل کشور بر ضد شما مبارزه بریم، به خاطر این را میدونین که
ما در دوام 3-4 ماه آزاد با مردم صحبت کنیم دیگه مردم تمامش از شما متنفر میشوند. خب متنفر هستن اما اون در داخل آنها است که بزور اونا باید از داخل اونا بکشی بگیریم. و من در این باره گفتنی هستم رحمانوف که هیچ فکر نکه که با تهدید به خانواده های مبارزین و تهدید به پدر مادر مبارزین در این مبارزه کامیاب میشه. نه، حکومت 30 ساله دیکتاتوری اومده ایستاده است، به آخر رسیده ایستاده است. بگذار سبب بدخشان شود، بگذار سبب غرم شود، کلاب شود، اما یکی از همین منطقه ها سبب نابودی رحمانوف و حکومتش می شود. درباره مادر عبدالرحمن واقعا این تاریخ هیچ وقت نمیشوید، تاریخ هیچ وقت فراموش نخواهد کرد که این ظلمی که رحمانوف کرد، این یعنی یک چیزی بدبختی شمیه که اولین تیر رحمانوف شد. تا این وقت هر گپی که بود نبود به خانواده یک مادر یک مبارزه به خاطر مبارز بودن شاخ مادر یک بلاگر نمی بردن، زندان نمی کردن. اما رحمانوف امروز آینده فرزندان، نبیرگان، دختران و همه اولاد خود امروز در خطر گذاشت. یتیم و تمام خیش تبار خود در خطر گذاشت که ما همچون مخالف هیچ وقت به خانواده شما دست نمیزنیم. من همچون مخالف مادر شما رو دست نمیزنم، با پدر شما کاردار نیستم. من همچون مرد در روبروی شما ایستادم. امروز که در دست شما میلیاردها دلار هست، امروز که قدرت طرف شما هست، بیاییم پس ما در کشورهای اروپایی هستیم، آزاد با شما صحبت کرده میتونیم، هر کاری که میتونیم بکنین، اما چرا که شما باید به خانواده مبارزین دست بزنین؟ اینها نمیخوام میگم بگم اما مجبور هستم بگم که شهر زمان اینجا یک رحمانوف هر کاری که میکنه، حکومت رحمانوف هر کاری که میکنه، چی دست به کدام نفر میزنه، بیشتر مردم از ناعدالتی او باخبر میشن. امروز نگاه بکنید، من صدها جوانی که بر ضد من صحبت میکردن، از شناسا باشه از غیر شناسا باشه، بعد ای که مادر عبدالرحمن از زندان کردن، اونا با من زنگ زدن میگن نعلت به رحمان. یعنی جای جانی مردم تاجیک امروز رحمانوف قپید. اما برای همه ما شما معلوم است که از تاریخ دیکتاتورها برای ما معلوم است که هر یک دیکتاتوری که وقتی آخرین روزهاش میاد دیگه همه راه کوشش میکنه که اجرا بکنه، هیچ راه دیگه نمیمونه. یعنی این گواهی به آن هست که رحمانوف یعنی دست به عفت زن تاجیک زد. یعنی زن تاجیک امروز به خاطر کرده های فرزندش گناهکار کرد، این به این معنی است که رحمانوف دیگر نمیدونه چیکار کند، کارگرای حکومت دیگر نمیدونن چیکار بکنن. اینها دیگر در یک خودشان گم کردگی هستند. در همین حالت وقتی که یک نفر خودش گم میکنه دیگر نمیدونه چیکار بکنه، چای بنوشه یا که آب بنوشه. در همین حالت است کاز رحمانوف. خب من باز آماده هستم که اگر اون سوال باشه از طرف شما. یک سخن خوب گفتی و سوال پیدا شد. خودت در تمام سخنت کیرا مقصر رحمانوف میشناسی، رحمانوف گفتی رحمانوف، لیکن امروز زیاد آدم ها بر این نظرن که میگند که مثال فرض کردیم این دشمن رحمانوف، یعنی مقامات قدرتی دشمنی بر رحمانوف دارند. نمیدانم حاکمان محلی فرض کردیم علیشیر میرزا نباتوف یا نمیدانم او دیگرش با عملهایش دشمنی بر رحمانوف میکند. یعنی همه اون دور و دست رحمانوف با عمل کردش یک دشمنی با خود رحمانوف دارد و با این عمل، با این گفته ها یک نوع چیز ذهنیت میسازند که گویا رحمانوف با این بی‌عدالتی ها نسبت فرض کردیم پدر خودت، نسبت خواهر شاهده یا نسبت دیگر، نسبت محمد باقر، نسبت امردین، نسبت چهارشنبه اصلا مقصر نیست. اینجا خوب این آدمای دیگر یعنی پایان ها مقصرند، لیکن خود رحمانوف
شاید درک نداشته باشد یا شاید اصابات بر دروغ به او میدهند. حتی همین آدم های جدی میگن که اصابات های دروغ میبرند پیش رحمانوف. لیکن خودت چه فکر داری در این مورد؟ در اینجا میتونه که واقعا این فکر شما هم بسیار فکر خوب است. در اینجا ما مثل همیشه میدونیم که وقتی که در افریقا چندین دیکتاتور از بین رفت، از دست کی از بین رفتن؟ از دست مردم؟ نه، از دست همون نفرانی که با او کار میکردن، از دست امنیت، از دست MVD، از دست همون نظامیانی که در قدرت هستند. امروز واقعا میتونه نفر باشد که وظیفه خواه باشد و جای رحمانوف میخواهد بگیرد و همین طور همین یعنی مسائل تاجیکستان، رویداد تاجیکستان نشان میخواهد بدهد برای مردم که مردم تمام گناه در رحمانوف پیدا بکنن و خودش همچون یک انسان بیگناه بیاید بگه که ما این آدم گناه کرد، شما گفتیم بر ضد همه دیگه، ما مجبور شدیم که از داخل حکومت بخیزیم ایران نابود بکنیم. بله، نفرانی تماجو، نفرانی که میخوان در مسار قدرت بیان در داخل حکومت هست. این میتونه که امنیت باشد، این میتونه که از طرف MVD باشد. چون که اگر ما وقتی که میگیم رحمانوف از این چیزا خبر ندارد، پس رحمانوف بازیچه دستی امنیت شده است. اگر که رحمانوف بگوید، مردم بگویند که رحمانوف از این چیزا خبر ندارد، اون پس به اون معنا است که امروز رحمانوف بازیچه دست یتیم شده است، امروز رحمانوف بازیچه دست رمضان رحیمزاده شده است و یعنی همچون یک پرزیدنت دیگر مسئولیت ندارد، مسئولیت خود تماما در دست این اشخاص دادگی است. اما از طرف دیگر آیا رحمانوف خیش تبار زیاد در تاجیکستان ندارد؟ آیا رحمانوف مثال عادی اسماعیل بچه نبیره اسماعیل رحمان، یک نفر اسماعیل دارن که ماشاءالله نان 1 میلیون نفر، حق 1 میلیون نفر در یک روز شتگیش به فکر میخوره. مثال اسماعیل در مبین مردم گشته ایستاده است، دیده ایستاده است که چی گپ است با مردم. اونها را میتونن که یک جای برام به اسماعیل رحمانوف بگن که چی گپ هست. من فکر میکنم که از یک طرف که علمشیر زمان، از یک طرف اینها کوشش میکنن که رحمانوف بیگناه نشان بدهند، از طرف دیگر میتواند همون نفرایی که با یعنی با مخالفین ظلم میکنن یا که بغیر از با دیگر نفران، اون نفران رحمانوف در پیش جامعه همه خیلی سیاه نشان بدن، خودشان سر قدرت بیان. اما رحمانوف همش یک پرزیدنت میتواند اینها را از وظیفه براند یا نه؟ میتواند از وظیفه براند. یعنی همین احتمالیت رو میدی که همین قضیه بدخشان سر میتواند یک چیز، یک دسیسه یا یک چیز پروکاسی از طرف مقامات قدرتی، یک توطئه فرض کردیم از طرف یتیموف باشد یا رمضان رحیمزاده یا بزمقوف یا یگان نفر دیگر، که اگر گیریم، اگر از طریق موره ها حساب کنی، موره ها گیریم، در اینجا از همه موره های زیاد در این بازی کی دارد؟ یتیموف دارد. علشیر میرزا نباتوف از یتیموف است. خب که او پرکرور ناحیه وای رشقله از او است، پرکرور ولایت از او است و موره های اساسی بازی در دست یتیموف هستند. همین احتمالیت رو میدی که اینجا یک توطئه بر ضد رحمانوف خودی در بدخشان انجام داده شده است. کاملا میتونه چنان باشد. چرا میتونه چنان باشد؟ امروز وقتی که پارلمان کرویت نیست، امروز وقتی که تمام آینده ملت هم از نگاه فرهنگی و هم از نگاه انسانی تمام چیز امروز در دستی همون نفرایی که قدرت نظامی دارن در دست آنها است. این به اون معناست که شاید واقعا احتمال دارد که آنها همین خود آماده کرده باشند که دیگر کاملا همه مردم با ظلم خود آماده بسازن و رحمانوف در یک روز روشن بگیرن از بین ببرن، مردم بگن که این خیلی مشکل شما رحمانوف بود، ما رحمانوف از بین گرفتیم. همین فرمانا را مثلا میتونن که اینها
خدای نخواسته جنگ شروع بکنن در پامیر و نشان بدهن برای جامعه جهانی که این کار رحمانوف بود، فرمان رحمانوف بود و خود اونها هم در پیش جامعه جهانی زبان دراز کرده بتونن. امروز مثلا مسئله پامیر اینا در تمام دنیا گفته می شود. امروز تمام ارگانیزاسیون‌های مهم دنیا در این باره صحبت میکنن. این به این معنا هست که اینها با یک تیر دو فختک میزنن. فختک اول جامعه جهانی را متقاعد میسازن که همه فرمانان رحمانوف داده است و ما با فرمان رحمانوف اومدیم اینجا بر ضد این مردم جنگ داریم یا اینکه مردم به قتل رسانیدیم. و فختک دوم رحمانوف از بین بردن. هم مردم تاجیکستان هم متقاعد ساختن که این رحمانوف گناهکار است، هم جامعه جهانی را. در این حالت آنها با آسانی میتونن که سر قدرت بیاین و هیچ وقت باید فراموش نکرد که یک میگن که اگر سلطتی که جنرال شدن نمیخواد خود چی سلطت است؟ یتیموفه که پرزیدنت شاو نیستک او چی یتیموف است؟ این حاکی است. واقعا این چنین احتمال میتونه حتی 50% هم میتونه یا که 70% هم میتونه چنین احتمال باشد. تشکر. خب دوستان شما رو هم دعوت میکنم که در همین سوال در زیر نظرتان رو گویید و در اینجا مهمان‌های را داشته باشیم اگر یگان مهمان قبول کنیم. منوچهر را میخواستم که در خط ماند، اگر فرصت داشته باشد شاید صحبت باز کنیم. فهم. الو. خب اینجا دو نفر دیگه داخل شدن. اینجا محمد سعید رضایی، استاد محمد سعید رضایی، مرحمت بفرمایید. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه. میکروفون تو گریون است که محمد سعید همون نقطه را زیر بکنین، پخش بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که استاد علیم شما خوب هستید، برادر عزیز ما کوهستانی هم صحتیشو خوب هستند. خدا کند که صحت سلامت باشید و کشور عزیزی ما، برادرهای ما در گوشه و کنار دنیا، همه هموطنهای ما در صحتی کامل و امنیت و آرامی باشند. سلامت. حالا میم سری مسئله، چون با اون گونه که معلوم است در خط خیلی برادرها و خواهرهای زیادی هستند که خواهشی سهم گذاشتن یا اشتراک کردن در برنامه رو دارن. البته باید ما در رابطه با موضوع که صداقت هست ما دیگر حواشی نرویم دنبال مثال برایش صداقت را گفتگو نکنیم، جویا نباشیم. اون چی در کشور ما میگذرد و اون چی از برادرها و خواهرها میبینیم که در پی صداقت به وطن، مادر وطن، کشور استواری میکنن، اینها خودشون مثال واضح و روشن است که صداقت این همین است دیگر. خب حالا بدون حواشی هم برمیگردیم به این حادثه های اخیر، مخصوصا حادثه اخیره که حالا در رابطه با غیب زدن یکی از خواهرهای ما، مادر برادرمون، خب یکی از برادرهای بلاگری ما که در خارج از کشور قرار دارند به نام شاهده فکر میکنیم، خب مادر عبدالرحمن باشد، عبدالرحمن این دو هست. حالا مسئله سر این نیست که ما به هر آنچه که عبدالرحمن این بلاگر خب به او دست داده است یا فعالیتی که میکند ما به او کاملا طرفدار باشیم یا اینکه جانبداری از او باشیم. شاید موضوعهایی که ما با او اختلاف در اون داریم، نظری دیگرگون داریم وجود دارد، اما در نسبت حادثه‌ای که برای مادری او اومده است
من به این اندیشه هستم که هیچ جای اختلاف در اینجا وجود ندارد. بین نهضت است یا پیمان است یا اینکه گروه سیاسی 24 است یا یگان فعال سیاسی مستقل هست، همه خب به این قضیه مشترک خب ما این را خب محکوم میکنیم و این را یک عملی ناجوانمردانه میحسابیم. همه، حتی من فکر میکنم که در خب خود داخلی از حکومت در تاجیکستان کارمندان مقامات حفظ حقوق یا امنیت هستند، بسیاری های هستند که این کار را خب قبول ندارند و این را محکوم میکنند، اما یک سیاست بالای اونها هست که نمیتوانند که از اون ابراز نظر بکنند. بنابر همین من حالا در موقع حکومت صحبت نمیکنم. در این چند روزی که حادثه هایی که بالای بدخشان اومد، بالای برادرها در اونجا اومد، شخص های علاحیده و حالا بالای این مادرمون خواهر عزیزمون شاهینه اومد، اینقدر در این شبکه‌های مجازی در نسبت ظلم، در نسبت استبداد، در نسبت بی‌صلاحیتی، در نسبت یک کتازی، دیکتاتوری، به انصافی، هر چیزی که بدون قدر گفتن که دیگر ضرورت به این نیست. من حالا از موقع خودی همین خواهر، خب همچون مادر، همچون یک مبارز، همچون یک شخصی صادق، صداقتمند به کشورش، به وظیفهش، به وطنش میخوام که صحبت بکنم. اولین چیزی که من در این مادر دیدم و میخوام که بگویم که این یک قهرمانی است، همین است که این مادر یک آینه شد. یک آینه شد که چهره واقعی مقامات تاجیکستان را نشان داد و این کاری که خب بر علیه او شد، شاید سالها بگویم خطا نمیکنم، یا اینکه اگر اپوزیسیون میخواستند که اثبات کنند که حکومت تاجیکستان یک چنین حکومتی است، زحمت میکشیدن، وقت، از پول، از سخن گفتن، از جلب کردن دلیل و شواهد که اونها را در این وقت متقاعد میکردن هموطنان خود را که مقامات تاجیکستان یک چنین یعنی نااهل ها هستند، کسانی هستند که اونها نهادینه اصلاح را در کشور نمیخواهند، اونها ظالم هستند، اونها مستبد هستند، اونها کشور را به نیستی برده ایستادند، اونها برای یگان نوع انسان، بشریت، یا اینکه یگان نوع جاندار یا اینکه نباتات رحم ندارند. ولی این حادثه، این آینه که مادر منعکسگری واقعیتی، صورت واقعی این کشور شد، خیلی هم خدمتی کلانی بود که این را انجام داد و این آغاز وحدت و یک پارچگی همه مخالفین در خارج هست و کسانی که دیلشون برای کشور میتپد در داخل کشور و کسانی که به خاطر کشور و تاجیکستان بیرون اومده اند، همه اینها را این حادثه به وحدت، به یک جایگی جمع میکند. چون که همان گونه که اشاره کردم، در این حادثه، در این کاری که کرده شد، دیگر هیچ دلیل و شاهد و هیچ یگان چیز لازم نیست که ما زحمت بکشیم، وقت صرف کنیم، برنامه بگذاریم تا اینکه واقعیت این رژیم را یا این حکومت خودکامه را برای هموطنان عزیز ما برسونیم. بنابر همین این مادر، البته برای او صبر و بردباری میخواهم، برای مادر او که مادر ما هم هست، برای همه خانواده و نزدیکانشان صبر و بردباری میخواهم. از خداوند برای او صحتی و سلامتی و استقامت و خب ثابت قدمی را طلب دارم که خداوند نگهبان باشن مادر را. و این خدمت اولینه بود که من به نام این مادر میتوانیم در تاریخ این را ثبت کنیم، آغاز وحدت، یک پارچگی و یک جا شدن تمام نیروهای اصلاحات خواهی که در تاجیکستان هستند، آبادی تاجیکستان را میخواهند، صلح و ثبات تاجیکستان را میخواهند، استقلالیت واقعی تاجیکستان را میخواهند. انا همین چیز بسیار خدمت کلانی بود. البته باز هم میگویم که مشکلات برای خواهرمون اومد،
به خاندان و به نزدیکای اونها اومد. اما این از اراده اونها نبود، از اراده مخالفین نبود، این خواست خداوند بود. این خواست خداوند بود تا اینکه چهره واقعی حکومت ظالم را در یک دقیقه بسیار، در یک فرصت کم برای همه افشا بکند، چی در داخل کشور، چی در جامعه جهانی و چی در بین مخالفین و کسانی هستند. بنابر همین این قهرمانی افتخار کلان است برای مادرمان، برای برادر عبدالرحمن و کسانی که برای آزادی زحمت میکشند. خب همین به نظر من در رابطه با صداقت. تشکر استاد محمد سعید رضایی، تشکر زیاد. و در تقویت گفته‌های شما من میخواستم یک دو سخن دیگر بگویم. یعنی اون چیزی که شما گفتید در مورد همین خواهر و متحدی، بله این یک متحدی باید باشد که متاسفانه هنوز او را احساس نکرده است آدم. اما متحدی که باید باشد در مورد همین قضیه همین خواهر. چرا؟ همین خب خود فرزندش عبدالرحمن نانو در خیلی که خودتان هم گفتید در اکثر موردها با او هم فکرم نیستم، لیکن با عرصه سیاست یا با عرصه همین انتقاد مقامات او کی وارد شد؟ او وارد شد در حمایت از حق خواهران و مادران دیگران. او آمد از حجاب دفاع کرد، از دیگر یعنی از خواهران و مادران دیگران دفاع کرد، در حالی که در چندین بار مادر خودش را می بردن، پرسجو می کردن، فشار می آوردن. او باز می آمد و باز با وزارت کارهای داخلی زنگ می زد و به دیگر جا و فشار می آورد و می گفت که خب دفاع می کرد از حق مادران و خواهران دیگران. و محض به خاطر همین از جمله آمدند و مادر خود او را آوردند و مورد شکنجه قرار دادند. و این وظیفه همه آنهایی است که این جوان از حق آنها دفاع کرد. یعنی وظیفه همه. بله استاد علیم، حالا من در ادامه صحبت هم چی گفتنی هستم. حالا ببینید هموطنان عزیز ما خوب دقت بکنن به این قسمتی از خب واقعیت. حالا اگر من یک داملا هستم و به صورت مخالفین یک سیاسی هستم که در مخالفت با کشور قرار دارم، وقتی این را میبینم و وجدانم در حرکت نآید و برای این خواهر یک سعی و تلاش نکنم، برای این مادر، برای این یک خب قلبم نتپد و سخن من برای این نبراید، یا یک اهل قلم که امروز از واقعیت می نویسد، واقع‌نگار از حقیقت ها می نویسد و در قلبش محبت وطن، آبادی وطن، آرامی وطن، عدالت محوری وطن را دارد. اگر درباره این مادر یگان چیز نمی نویسد یا اینکه با دیگران یکجا نمی شود، یا یک شاعر، یک ادیبی که شعر می نویسد، اهل قلم، درباره این مادر خطاب نمی کند، شعر نمی نویسد و یکجا با دیگرها خب هم آواز نمی شود، در خصوص یک حقوق شناس که از حقوق مدنی و از حقوق همشهری های خود دفاع می کند، به خاطر این مادر حرکت نمی کند و از او دفاع نمی کند، به خاطر تک تک هر یک نفر از شخصانی که اونها واقعا همچون انسان، همچون وطن دوست، همچون میهن دوست، همچون حقوق محورها، قانون محورهایی که کشور آزاد و آباد و عدالت محور و قانون محور میخواهند، ولی اونها جمع نمیشوند. یک اپوزیسیونی که حالا به خاطر تاجیکستان مخالفت دارد،
به خاطر سیاست تاجیکستان، البته به خاطر کشور نه، به خاطر سیاست نادرستی تاجیکستان مخالف است. اونها با هم یک جا جمع نمیشوند و به دفاع از این مادر و این مادرها اونها یک جا نمیشوند و نیروی خود را یعنی یک جایه، یک دست طرف این ناعدالتی، طرف این ظلم نمیکنن، پس اینجا جای تاسف است. اینجا دیگر هیچ معنی ندارد نه شاعر بودن، نه محقق بودن، نه نویسنده بودن، نه داملا بودن، نه اپوزیسیون بودن، نه مخالف بودن، نه یک حقوق شناس بودن دیگر معنی خود را گم میکند و هیچ چیزی را هم فایده نمیدهد، هیچ چیزی را هم به کشور نمیارد. از اینکه بگویم دیگر معنی ندارد. باید اینجا دیگر این همان چیزی است که گفتم که این اراده خدا بود هست تا اینکه همه این نیروها یک جا بشوند و همون چیزی را که میخواهند. شاعر در شعرش تصور میکند که چون این کشور داشته باشیم، چون این رهبری داشته باشیم. یک اهل واقعا نگار میخواهد با قلمش در حکایش در اون چیزی که تألیف میکند از تجسم کشورش و آزادی و سیر و گشت و حقوق مردم میگد. یک حقوق شناسی که از اون تصور میکند، یک داملایی که میخواهد که یک فضای آزاد باشد در کشورش که هم دیندارها و غیر دینها همه برابر در پهلوی یکدیگر باشند. خب هم یک سیاستمداری که میخواهد کشورش در برابر دیگر کشورهای دنیا یک کشوری حقوق محور باشد، عدالت محور باشد. پس انا همین همون چیزی است که باید همه ما را به یک جا بیارد، همه ما را نشان بدهد که وقتی یک سیاست، یک حاکمی فاسد، یک حاکمی ظالم، یک حکومت ظالم با مادر، حالا تصور کنیم که چی گناه کرده است. خب میلش بگذار امنیت یا که خب وزارت داخله حفظ حقوق یک نفر را فریاد کند، این حقی و است که فریاد کند بپرسد چی گپ نبود، اما به صورت پنهانی غیر قانونی غصب میکند، در گرو میگیرد، میبرد، بعد اون که 3 و 4 روز میذارد. این چی است؟ این انسان ها را چی میگویند؟ این کشور چی است؟ این کشور یگون بازیچه است، مال خودی، همون گیمی که کودکا بازی میکنن، گاه میبرن پشت خانه پنهانش میکنن، گاه میگیرن میارن بالا. این کشور است یا یک بازیچه، یک گیم، یک آلت بازی کودکانه؟ این چی است؟ پس اگر همین چیز واقعا نبض همین ما اصلاحات ها را، مخالفین را، اهل قلم را، اهل ادب را، سیاستمدارها را، حقوقدانها را، خب همه مخالفینی که هستند بین یکدیگر هر چیزی که دارن، یعنی نظرهای مختلفی که دارن، اگر یک جا جمع نکند، وای بر حال این گونه مخالفت، وای بر حال این گونه کشور که دیگر من میگویم که من به این نظرم اعتقاد دارم که این ظلم در نقطه نهاییش رسیده است و این از طرف خداوند بود برای ما همه کسانی که اونها دلشو برای کشور میتپند، برای اونها یک آگاهی بود که این گونه حکومت، این گونه حاکم‌های ظالم داره، این گونه تا کشور شما به تباهی رفته ایستاده است. چی در اروپا میسته، چی در روسیه میسته، چی در قزاقستان میسته، چی در داخل کشور هسته، چی با تجارت مشغول هستید، در دبی، در کشورهای گرم گشته ایستادید. بدونید بخواهید همین خیل گشتن میگیرید، و الا اگر کشور بخواهید این همین کشور است. اگر شما حرکت نکنید پس از این دیگر جای بدتر شدن ندارد. این نقطه آخرینی از ظلم و استبداد و بدی است که برای ما در این مادر اون را در خودش انعکاس کرد، برای ما این خواهر برای ما این را نشان داد. من این است نظرم، من به همین فکر هستم. سلامت باشه دوستان. خب منوچهر گفتنی داشتی؟ بله، سلام علیکم. گفتنی واقعا سلام علیکم باز هم به تمام بینندگان گرامی و به برادر محمد سعید رضایی خوش آمدن. تشکر که از ما احوالپرسی کردن. اینجا واقعا یک چیز خوب درک کرد برادر محمد سعید رضایی که ظلم دیگه به همون نقطه آخرش رسیدگیه. امروز وقتی که یک نفر میگه که من نفری هستم که از جامعه شهروندی هستم،
یک نفری هستم که در داخل تاجیکستان میخوام که کشور من خوب باشه، اما وقتی که مادر یک نفر بدون گناه میبرن زندان میکنن و او صحبت میکنه، این واقعا جای ننگ است. این همون است که بعضی ها فکر میکنن که اگر آنها خب باشن این روزهای سخت بر سر آنها نخواهد آمد. و ما هم متاسفانه امروز یک جامعه با قوت نداریم. جامعه سازی در ما باز هم اینم با همین کمک همین حکومت نالایق، جامعه ما یک جامعه شده است که همدیگر پروای زندگی همدیگر ندارن. یک نفر فکر میکنه که اگر او در اروپا اومد زندگیش خوب شد، همه کار پرش پیش رفت، تمام دیگه او هیچ چیز به او دخالت نمیکنه. اما او متوجه نمیشه که در دنیا به نام تنها گفتن چیز نیست. اصلا انسان در جامعه به دنیا میآید و انسان در جامعه هست. هر اون نفری که خودش از جامعه دور میکنه، اون نفر به ضرر خود میکنه، چون که در ساخت انسان ها یکتا بودن، همچون که مثلا یک دیکتاتور متنفر است، بد است برای مردم، همین انسان یکخواه هم که تنها خود فکر میکنه، درباره خود فکر میکنه، اون هم در مابین مردم و جامعه بد است. امروز وقتی که مردم بدون گناه میبرن زندان میکنن، وقتی که یک انسان اصلا نه سیاست خبر دارد، نه سیاست هم میفهمد، نه میداند سیاست چی است. مثال عادی بعض نفرها نمیدونن که معنای سیاست چی است. من 100% میتوانم بگویم که وقتی که مادر بزرگی من وقتی که اخبار گوش میکردیم میپرسید که چی گفته است در همین اخبار، حتی همون چیزها را مردم امروز در تاجیکستان اکثر بعضی ها که در دور شوروی از غلامی شوروی نتونستن تحصیل بکنن، بعضی ها در دوام همین حکومتداری رحمانوف شرایط نداشتن که تحصیل بکنن. امروز حتی یک کلمه سیاست مردم تاجیکستان نمیفهمند. چطور میتواند یک مادری که بیچاره همچون کارگر تیب همشیره کار کرده است و خدمت برای مردم کرده است، امروز به جایی که به او قدردانی بکنن، به شاهده یعنی مادر عبدالرحمن دولنا، او را بردن زندان کردند. و در این باره ها باید تمام مردم تاجیکستان صحبت بکنن. هر یک نفری که مادر دارد، پدر دارد، احساس بکند که این حکومت اگر وقتی که دست به سر یک نفری که گناه ندارن میزنن، اونم میارن بدون گناه میخوان که زندانش بکنن، پس دیگه نفرها با دیگه نفرها یک روز دیگه نوبت میرسن. سلامت باشی منوچهر. خب اینجا میمونو خیلی جمع اومدن. خب حقیقت Марама. Добрый вечер. Приветствую вашу студию и людей, которые находятся в студии, и ваш тим, и приветствую Паймони Милли Таджикистан. Я полностью соглашаюсь с вышесказанными словами и полностью поддерживаю. На сегодняшний день речь идет о Шахидиме Маджоневе, которая по этой неделе исчезла. Продолжайте. Неделями она исчезла, и я слышал разговор самого Абдурахмана 09, который утверждал, что якобы правоохранительные органы, даже когда к ним обратились, где их мать или жена, да, где находятся, потому что она вышла к вам, она ехала к вам, чтобы забрать какие-то документы. Я так и не понял, о чем шло речь, но факт в том, что она поехала туда, в правоохранительные органы, и когда к ним обратились, им сказали, что якобы ее нет, мы не знаем, она от нас уходила. То есть правоохранительные органы на сегодняшний день занимаются не теми вещами, не теми действиями, которого не должны заниматься. По закону, по Конституции, они вообще нарушают все конституционные права этой гражданки.
Ну, я не юрист, я как обычный гражданин просто выражаю свое недовольствие к таким вещам. И сегодня я как раз-таки увидел, как афганские женщины в Душанбе собрались для того, чтобы защитить права афганских женщин в Афганистане. И я видел, как они очень жарко выступали. А на сегодняшний день мы видим, что, к сожалению, наше общество как-то очень пассивно к этому отреагировало. Только мы за пределами Таджикистана, которые находимся, мы только можем что-то хоть сказать, но те граждане, которые находятся внутри Таджикистана, я очень прошу этих людей, чтобы они хоть как-то отреагировали. Я знаю, что среди них есть нормальные, адекватные граждане, которые знают, которые думают, что это неадекватное действие правоохранительных органов. Когда в каком-то демократичном обществе женщина почти неделями исчезает. Это просто вызывает очень много вопросов. И нужно задавать очень много вопросов, нужно собираться около, я не знаю, этих организаций правоохранительных органов и требовать, бастовать, чтобы эту женщину немедленно отпустили. Еще касаясь, я просто сейчас перебираю именно эту тему, потому что это очень важно. Мы знаем, что в России на сегодняшний день семья Ингулбаевых со стороны чеченских властей тоже очень, как мы знаем, задерживают, их тоже причиняют им вред, и это тоже как бы очень влияет на сегодня на характер, не характер, а именно на настроение русских граждан. И мы увидели, что как Илья Яшин собрал петицию о том, чтобы чеченского президент, чтобы ушел в отставку. И я вам скажу, русские граждане очень активно этим занимаются. Поэтому я хочу сказать таджикским моим соотечественникам, почему вы не можете так активно двигаться, как другие национальности? Почему сегодня в семье Ингулбаевых ее мать также похитили прямо из дома? Почему русские могут собирать какие-то петиции, находясь внутри своего государства, и восставать против этой тирании и антиконституционных действий местных каких-то властей? А мы просто маленькая республика, ребята, 10 миллионов. Неужели мы не имеем хоть какую-то активную свою позицию как граждане этой республики? Неужели мы должны, до каких пор мы должны молчать? Сегодня это мать Абдурахмана 09, завтра это будет моя семья, а послезавтра это будет семья другого человека, другого гражданина. Я немедленно требую и призываю общественность и гражданское именно общество, чтобы обратили на эту горячую тему внимание, большое внимание, потому что это нарушение всечеловеческих прав. И что касается Бадахшан немедленно они должны освободить, они должны уйти и оставить в покое этот народ, этот прекрасный, этот активный, свободолюбивый народ, который любит свободу, свою культуру, свой язык. И они никогда, заметьте, они никогда не будут отделены от Республики Таджикистан, потому что они себя тоже считают одним из граждан этого государства. Ни в коем случае не думайте, что памирцы себя отделяют. Это полная чушь. Это
собачья чушь, извините меня за выражение. Это Спасибо. Спасибо за хорошие слова. Еще, может, поговорим. Тут еще гости есть. спасибо вам тоже. Махмуд Содик Мархамат. ассалому алайкум рахматуллахи баракату бародарон азиз. من طلب میکنم که مقداری من میشنویم بله. مقداری عبدالرحمن نورنو شاهده خان رو حتما آزاد کنه. این از همه پدیده بدترین نسبت مقدار از طرف حکومت چلسعود ناسالم. باور کنید بعد از همانی که گلبدین شهید شد مادرش طلب کرد. اینها در دهان مادر گلبدین را محکم کرده نتونستن. اکنون یک حساب یافتن که همین مادر عبدالرحمن را محکم کند تا که دیگه مادران برای فرزندانشان سخن باز نکنند. فهمیدید؟ این از همه پسترین حرکت عملهای حکومت مقامات قدرتی. من حیران هستم که همین افسران و عسکران نخود مادر نداشته باشن که همین مادر 6 روز غیر قانونی این قانون گجا نشده قانون جنگل است که حالا که مابین 12 ساعت باید خبردار کند گرد و اطراف نزدیکانش که همین مادر بازداشت شده است یا که حالا در صحبت مقامات است. اینا بینید که 3 روز میگذرد نه یک نماینده ادوکات یا به خانهش گذاشته نمیشد. برای چی مادر برای جنایت فرزند جواب داد؟ حالی که ببینیم همه عبدالرحمن نالنو یگان جنایت وزنی صادر نکرده است. باور کنید نه قتل عام کرده است نه خیانت به وطن کرده است، خیانت به دین کرده است، خیانت به ملت کرده است. او یک بلاگر است، فکر خودش آزاد گفته است. اگر برای مقامات معقول است معقول نیست، این ما از حیران هستم که دیگه چیکار کنیم. دیگه فقط همون کدامی که گروه 24 است، گروه پیام است، گروه نهضت است، این چی مادرش خواهرش حالا نگاه کنه دخترش میبرن محکم میکنه. من از تمام مقامات قدرتی طلب دارم باور کنید این از مسئله هایی که عزت امان و دیگه این بالاتر میستد. مادر مقدس است. من دلم میکفد من مادر ندارم. اگر من او مادری من خواهری من است، لیکن باور کند دیگر بس میخیزیم انشالله میخیزیم. این دیگه یگان چیگم آخران مقامات آخران انا مقصد خودش نشان داد که وقتی که به مادر مقدسات انسانی دست میزند این به مقدسات وطن به هم دست میزند. برای همین قدر من از تمام مردم میخواهم که جدیتر به این مسئله رو آوردن در کار، طلب کردن در کار که همین مادر باید جواب داده شود و یگان مادر دیگر برای فرزندش که اگر مقامات دل جنایی شده است یا که پرونده جنایی شده است نباید مادر نزدیکان خاندان را عذاب شکنجه کرد. این شکنجه این 6 روز 7 روز از همه جو بخبر هیچ کس نمیداند او زنده است. خدا و شکر که زنده هست. این تماما به معنی جان نمیگیره. علیم باور کن. سلامت باشید. خوب سلامت باشید برادر. همین گفتنی هستم. سلامت باشید. صدای حق مرحمت بفرمایید. استاد عزیز شما مرا میگین. السلام علیکم. صدای حق بله. ما همین در مسئله همون سر و صداهایی که گویا ما زیدی بزرگای میلم ما همون گفته هستیم که ما استاد علیم شیرزمان صدا قطع شد. با شما احترام دارم. گفته میتونم که یگانه قوایی که وضعیت کنونی
صدای شما قطع و وصل میشه. خب من میخواستم همین عنوان برنامه رو که گرفتم، من میخواستم کمی همین رو و شما مالیتیم چرا حاضر صدای یک دقیقه بعد با شما صحبت باز میکنیم. همین یک قصه رو برای شما میکنم. ما موضوع رو درباره بدخشان شروع کردیم و خیلی که شما میدونید و خب هفته پیش رمضان رحیم زاده یک طلب پیش محمد باقر گذاشت و گفت که فلان 6 نفر فلان نفرها رو به من تسلیم کن و تو را یک جریمه میکنیم و تمام با همین از جوابگری جواب میشه. و به من در خاطرم یک قصه آمد، یک قصه که از واقعیت زندگی است. پسر شیرینشاه شاه تیمور سفر میکند از بدخشان به طرف مسکو یا دوشنبه توسط جمهوری قرقیزستان، یعنی توسط ولایت هوش جمهوری قرقیزستان، و در همون تالار میشیند. در تالار فرودگاه بوده است، در کجای میشیند و توقی در سر، توقی بدخشانی در سر، توقی پامیری در سر شیشته است و بعد در کنارش یک قرقیز زنک شیشتگی بوده است و یک جامدان داشته است. بعد یکی خست است از پیشش و جامدان مونده، خودش رفت است و خیلی گم شده است. بعد اومد است این برادر از او پرسید است که ای چی گپ بود که شما خستید هیچی نگفتید، همین جامدان موندید؟ او گفت است که من توقی تو را دیدم و دیگر رفتم. او میگه بعد توقی من چی ربط دارد با همین جامدان خبر؟ او گفت است تو پامیری نیستی؟ او گفت است پامیری هم. خیلی دیگر صادقتر در امانت انسان رو من در همین جا پیدا نمی کنم. یعنی یک زن قرقیز نسبت یک پامیری همین خیلی تصور داشته است. زن قرقیزی که در اوش زندگی میکند و یک مردکی که اصلا او را نمیشناسد، فقط توقیش رو دید است و گفت است که امانت، شما صادقید در امانت. و همین رمضان رحیم زاده میوید و از یک پامیری که خب هیچ کس شبهه ندارد در جرأت، غیرت و متانت و مردانگی و جوانمردی این محمد باقر، از محمد باقر بگوید که تو به من اکنون همان 6 نفر همسایه ها تا تسلیم کن، برو بگیر و بیار به من بسپر. این اگر دشمن هم می آمد و از ما برای جانش یا آزادیش امانت میخواست، ما به دشمن امانت میدادیم، امانتش رو قبول میکردیم. چه رسد به آنه که بیایی و همسایه خود رو تسلیم کنی؟ بعد همین سخن در خاطرم زد و برنامه را در همین موضوع انتخاب کردم و میخواستم همون حقیقت اگر در خط باشد پیداش کنیم، چون که صدای حقیقت بود، صدای حق. صدای حق. این برادر مرحمت یک بار دیگر تلاش کنید. صدای حق، مرحمت، نوبت شما. استاد عزیز یک مگه سخن بزنم؟ مرحمت. استاد علیم شیرزمان من یک چیز مقصد چیز کردنیم آشکاریم در مقصد سر سوی کی رفته است. ما یگانه قوی رکی قوی تقدیر ساز آینده دولت وضعیتی کنیه که ما 3 میلیون مهاجر داریم در بیرون از کشور. وضعیت مهاجرای ما در یک حالتی هست که گریت میآید. من نمیتونم بگم ما مقابل یگان قوه هستم و ما روزش بیاید که به مثل که حضرت عمر
حضرت عمر صحابه پیامبر در برش بودن گفتن یا عمر تو را ما خلیفه مسلمان میگیریم، اگر که تو خطا کردی ما تو را به مشت با گپ راستت کردن نتونستیش راستت میکنیم. من من بعد پیمان ملی نسبت گروه 24 مناسبت همونی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت کرده بود. در تاجیکستان هیچ یک برای من یگان انسان در تاجیکستان بالا و کمی نداره. برای من چیز انسان مهمتره چه یکی کیه. برای من که واضح بفهمانم که بزرگای این ملت برای من بزرگند. هر یک بهترین سخن اگر استاد نمیگفتی دیگر گپت پر قبول. استاد گفتی باز همین خیلی ادعا میکنی که تو آماده تنقید کردن از همه. خیلی استاد نگوی ما یک برادر من همین استاد چه استادی من کرده هم که یک دو روز پس سخن میکنم در این شبکه کجای من استاد همین بله گپات 100% قابل قبولن. انتقاد کردن در کار ما که بر تاجیکستان برگشتیم ما باید دیگر یگان جناب عالی و جناب ثانی را نداشته باشیم. البته که اگر ما در همین جا آمده استاد و شاگرد شویم باز در تاجیکستان برگشتیم باز یک جناب عالی دیگر را پیدا میکنیم. مرحمت ادامه که گفته‌هاتون میبخشید که شما را گپتون بریدم. درسته استاد. بعد یک چیز دیگر میخواستم چیز بکنم، یک چیز دیگر میخواستم دعوت بکنم در بالای این سخنی که ما گفتنیم. ما مقصد اصلی همه ما مثال گپ آدمایی که در مبارزه عمرشون کرد، مقصد اصلی یک تاجیکستان باشه که واسطه قوم و ملت دارایی و ثروت کمبغلی و بایی و هر چیزی که هست نیست در یک انسان واری زندگی بکنن، قدر انسانی داشته باشن. ما هممون همین چیزا میخوایم که تاجیکستانی باشه که الگو برای چی میگنش برای آسیای میانه باشه که در این دولتی که ما بنیادش بکنیم همه طرفه با همه قوایی که در جامعه مقصد هسته همه طرفه بنیادش بکنیم در اون دولت همه جای خود شد نو بسته ای اقوام همه جای خود شد بیا جای خود شد درست بکنه. مقصد من اینه که اگر مثال گپ ما هر یک اگر در جایی را که ما مقصد یگان انسان هدفش درست نمیگیره با یک بزرگی ملت هدفش درست نمیگیره، گرچنده که من جوانم باشم نه که استاد عزیز هدف مثال گپ نیت شما با نیت ما درست نگرفت، این نشانگری اون نیست که ما مقابل شما هستم استاد عزیز. این نشانگری او است که استاد عزیز ما در یک مسئله قطعی شما مخالف هستم، در دیگه مسئله ما شما را احترام میکنم دیگر ما شما را احترام میکنم همچون استاد ما شما را قبول دارم استاد عزیز. ما این چیزا این خیلی میفهمم که در زنده باش سلامت باش که علیم ما با سلامت باش. خب این برادر صداش قطع شد مناظر صداش قطع شدن بعد کی بدن خدمت معین کردن برای که نشون میده شما را نگهبان بشه. خب زنده باشید سلامت باشید برادر. خب تو زنده باشید سلامت باشید. خب اینجا استاد عزیز شما مرا میشنوین؟ بله خداحافظ. خب خداحافظ. خب اینجا من از تمام تماشابینان و مهمانانی که اینجا انتظارند معذرت میخواهم. یک مادر خیلی صادق در امین تمام کانال های مخالفین این میرنبی
است که انا اینک قریب که 1 ساعت انتظار است. با اجازه شما به ایشان زنگ میزنم، ایشان گپای خودشان را گفته باشند. الو Алло, الو здравствуйте. салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Здравствуйте, доброго вам здоровья, салам алейкум. Майраби Шариф Зода. Мы уже все с вами знакомы. Очень приятно. Вы знаете, очень много сказано сегодня было до меня. Я хочу все это обобщить, говорить на русском языке. Почему именно говорить на русском языке? Потому что во всем мире все форсоязычные, дари и таджикоязычные около 200 миллионов человек. Но русским языком обладает более 600 миллионов человек. И это международный язык, который принят, значит, в ООН, в ЮНЕСКО и во всех этих организациях. Вот смотрите, все, что было сказано, я хочу оттуда избрать самые маленькие жемчужины. Агар Эмомали Шарипович Рахмонов заррае инсоният дошта бошад, заррае аз қонуной байналмилӣ бохабар бошад. мо медонем ки главнокомандующий тамоми ҳамон командиро худаш буд, ҳозирам главнокомандующий ҳамон командиро мондагӣ дар дунё. Агар аз мардуми заҳматкаш خب علاقه قطع شد. خب این مادر حاضر باز زنگ میزنند البته. خب یک بار دیگر. Алло. 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 По какой-то Да. причине отсоединилась. Давайте у нас... Да, я буду очень коротко говорить. Да. Эмомали Шарипович Рахмонов обязан приехать сам в Горный Бадахшан без всякой охраны, без всяких этих снайперистов, встретиться с людьми Бадахшана и узнать всю правду против вот этого, кто сейчас в главе Бадахшана стоит. Даже не хочу его фамилию произносить. Узнать, в чем дело, почему это произошло, если у него еще есть совесть человеческая. Почему? Потому что полностью нарушены все права человеческие, гражданские, и это международные, как говорится, трибуналы должны решать. Как можно мать похитить, 6 дней ее держать, в ее телефон вкачать все, что нужно, чтобы ее обвинить. Ну, дальше слов даже нет. И самое страшное, что почему не дают интернет Горному Бадахшану, это разве не гуманитарная экономическая блокада? Ведь самое большое население из Горного Бадахшана работают в России. Они не могут послать свои денежные переводы для того, чтобы обеспечить жизнеобеспечение своих родственников, престарелых родителей, детей. Вот о чем я хочу говорить. Поэтому насчет уважаемого Мухаммад Бохира. Мухаммад Бохир для нас, для всех таджиков, но и не для таджиков, для всего мира пример доблести, чести, достоинства, человеколюбия, законопослушания. Единственный то, что он помешал когда-то этому первому лицу Бадахшана, который сидит там, извините меня, за такие постыдные дела, как изнасилование и за провоз наркотиков, помешал ему, чтобы дальше был этот транснациональный коридор. Поэтому он хочет с ним свести счеты. В этом тоже виноват кто? В этом виноват сам президент. Он сам должен вмешаться в эту ситуацию для того, чтобы показать, что он президент Таджикистана, что еще есть у него возможность властвовать в Таджикистане. Это что такое? Все нарушения мировые там,
все безобразия там. Ну, какими словами можно еще говорить? Мы все, каждый из нас, Мухаммад Бокиров, каждый из нас. И сейчас вот находящиеся в Европе, пускай собирают митинги, обязательные митинги за освобождение этой матери Абдурахмана 09, митинги в защиту Мухаммада Бокира, митинги в защиту этих 6 бадахшанцев, которые ни в чем не виноваты, митинги за то, чтобы была справедливость, чтобы убрали дали туда гуманитарный коридор, интернет, чтобы люди могли получать за это денежные переводы, обеспечивать жизнедеятельность своих семей. О чем еще можно говорить? Можно очень много говорить, но надо действовать. Еще раз говорю, это мое личное обращение к имаму Али Шарифовичу Рахмону. Несмотря, что он за 2 месяца до своего прихода совершал массовый геноцид и сейчас совершает, хотя бы в оправдании себе встать, самому приехать, без этих снайперистов, Без этих у него уже не получится. Спасибо. Наверное, с вами попрощаемся тут. Так. Майрамби, если вы нас слышите там по прямому эфиру, с вами мы попрощаемся. Тут Умар. Инджо Умар аст. Бародар Умар, мархамат бифармоед. Ака салом алейкум ва рахматуллоҳи ва баракот. Салом алейкум. Ҳамин як чӣ гуфтанем да ҳамин мардуми помирда жалко айбат бародар, мардуми Бадахшона и беяд нацистика деста, беяд ибад. ҳамин рӯз ҳамун як видеоро тамошо кардам, як бародари бадахшонӣ гап мезана, ҳамин дига нафоҳмидам кор да бурам. ҳамин гуфтам дилам кафид айзиқира. Убола тиқа мардума немисо ҳамин кора намекарда, немис буд нисбати урус ҳамин кора намекард. Камта эмон дошта боши, як камтарак ҳамин ҳукуматиҳо. Ина модари Абдураҳмона бурдем. Баъд ҳамин мегӯм ки охи уболи бада ҳамин мардуми Бадахшонда беяд дилам месӯзад. И хеле бадам ҷаври бад чун кард. И эмон надора, и дига дар вуҷудуш دیگه نمیدونیم چی بگیم آخه. خداوند ایره اگر ایره جانش اگر ما نگیریم ایره الله جانش بگیره این دیگه با فکرم اوبالی بده. و خدا همین روز کار نفارید ببرم کار ده. همون ویدیو را دیدم همون برادر گریه کرد. زنگ جای کار زنگ زدم گفتم نمیبرم. همین خیلی دیلم کفید. این جوری بده این مردم ده تو این مردمی بدخشانه این خیلی بد نیکو. بعد همون سربازا وقتی شما خدمت میکنین سوگند قسم میخورین شما نخو یا مادر را برین اینا ما خیلی پریستوپنیک باشم ما را برین مادری ما زنی ما یا اپا و خواری ما چی گناه دارد اینجا ما 16 ساله نیستیم که 15 ساله نیستیم که اوبالی بعد همین مردمی بدخشان دا بخدا اکا دیلم گنده میسوزه بگم همین خدا را زورا میکنیم که یه روز نه روز یکون همین رنگ حضرت خالد یگون زور برویا که همین این خودش سالی 93 میفورش بشوه ولی شما را میگه ما را میگه که ما خوینوی ملتیم نه این ما ترا کلاغاوس نمیگم امامعلی ما ترا امامعلی میگم تو خودت سالی 93 کدنی نه که ای سالی 93 دا بعد میشه اگر همین کار تا بکنی زنکو را بری این مردم یه روز نه روز داین همیجاش میاکو میخزه تا ای سالی 93 دا بعد میکنی تا ایده با خوبی ببرو برا تا دیگه بسای ظلمی باد کدی مردم ظلمی باد این مردمی بدخشان ظلمی باد کد این شیر بچه ها را بوده محکم خیلی همون گناهگو را بعد دیگه همه را ستاتیه 307 میزنی قسمی 2 میزنی شا او بولا ترا مادر تولد کدگی نیست ترا خوب تولد کدگی خوب سک تولد کدگی بر پدرت نالد خدا جزیرت کنه خداوند همی اخی اتیا او یا کلان نمی چی سربازو سربازو های مورم خدمت کدگیم شما وقتی قسم میخورین شما همی یک کم تلک همو قسم تونه بکنید بعد همی سپارسمنت ها را میگم میبروین تاجیکستان با پیش میگین آخه همو تاجیکستان همو چی با پیش میگین
این روز این مادری عبدالرحمن بود مردمی پومیرا زلم کرد فهم که پگه دساری ترامیویا ترامیا اشیبکا میکنی دساری ترامیویا یک کم ترک ننگ نوموس دا شیده خستان در کولای دیگه این اوخی او بولای ما همین ایمینه برای مردمی بدخشون با خدا اکد دیلو میکفا میگم دیلو از ذکیره دیلو میکفا اینه ما بچه های دروازم با خدا دیلو میکفا میگم دیگه نمیدونم چیکو کنم. سلامت باشی برادر سلامت الان باشی الان اوبولی باد جاوری باد کدستیه کوفیر همی کور نمیکنه کوفیر همون کوفیر اون زنه که کور نمیگیره نونش میتونه مودا زود بعد همی چوپولوسا زود تو نمیرسه جو مادرای مورا کار میگیره مادر ایمو چی پری چو مایده ایجا مگ نگورم تو مرا برمخکم که تون با مدو میرسه با مدو بر پدرتون علت تو من میگم که او پریزیدنت توجیک نیست او خیتویی های من میگم او چینگیز خونه مردم میگن توجیک های والله بیلو همون توجیک نیست قطعی خیتویی ها ارالش مونکد قطعی همه ارالش مونکد اسلام آیباین بودسته خیلی ما چطور محکم که بگی چی سوز که جای بود پرستی سوز که اگری خیلی کدستی پدنالات یک کم تا ای الله بود ترسه الله جزیرت میکنه خداوند امی کوری که کدستی نسبتی مردمی بدخشان ایشالله مترکو کور تا میکنیم تو قید نمونده کور تا میکنیم پدر نالات دیگه همین نمیدونم چی بگم اکا گپو مگو میکنم از خیره با خدا اکا سلامت باشی برادر سلامت باشی. خب این برادر خب با احساسات سخن کرد البته که احساساتش را اگر از ساقط کنیم صرف نظر از احساساتش کنیم و کمی مسئله گفته های امین برادر حاضر کمی به زبان حقوقی میگردانم. امین خواهر شاهده محمد جان و حتی اگر جنایت صادر میکرد حتی اگر جنایت واقعا جنایت صادر میکرد جنایت بیرون از امین افراطگرایی که اینا بار میکنن جنایت واقعی یگان خدای ناخواسته یگان جنایت واقعی صادر میکرد در دل خود دولت دنیا هیچ ضرورت نبود که در پیش از فرض کردیم دادگاه پیش از سود این خانم در چیز قرار داشته باشد در زندان اون را جا بتهند یعنی چاره پیشگیری را باید ما در تاجیکستان چاره های پیشگیری هر خیلی هستند چاره پیشگیری است از محل زیست نبر آمدن یعنی از همون شهر دوشنبه بیرون یا از همون نایه وحدت شهر وحدت بیرون نبر آمدن هست خب گرو پولیس سپردن یعنی هستند چاره هایی که با محدود کردن آزادی وابستگی ندارن یعنی آدم تا دادگاه آزاد است و در دادگاه میآید خب این خواهر که از تاجیکستان یگانجا گریختن نمیتواند شما که من مطمئنم که شناسنامه اش را کی ها از او گرفته دیگر شما چی حراس دارید و کجا می شود میماندید در خانهش شما تفتیشاتتون پیش می بردید و پرونده را آماده می کردید و می بردید در دادگاه و این می اومد در دادگاه لیکن مقصد شما محض گروگانگیری بود محض فشار بود و همین خیلی دیگر امریدین زیاده از یک ماه در دست شما گروگان بود و هنوز هم است چخیل شما چخیل همین دادگاه های ما 72 بعد یک ماه با گفت روسا زدنیم چسلام چی میکنند قرار یعنی حکم دادگاه میبرارند چون که در مدت یک ماه از امردین درک نبود اینها اعتراف نمیکردند که او در دست اینها است سود مخفی گذراندن در حدود امان اوباب ممکن نبود در
همون پدول اوباب سود گذراندن ممکن نبود. مگرم سود هم میگذراندن، مگرم چوره پیشگیری را حکم می برآوردند، یعنی چوره پیشگیری در کدام نمود. همه اینها به گفت روزها زدیم چسلام بعد یک ماه حاضر همه حجت ها را میبرند پیش دادگاه. همون سود کدام حجتی که اینا میبرند او امضا میکند، مور میماند که 3 روز در مدت 72 ساعت او قرار درباره خب بازداشت همین امردین را برآورده است و همین خیلی دیگر در قضیه خب این خواهرمون شاهده همین خیلی است که بعد 6 روز معین شد که او در دست اینها است. هنوز هم معین نیست که در کجا است و اینها به قرار در همون مصاحبه در رادیو آزادی میگن که خویشاوندان میتوانند با او یعنی پریداچکا که میگن در ما یعنی خوراک بیارن، دیگر اشیا بیارن، لیکن به کجا بیارن اینا نگفتن. هیچ کس به گردن نگرفته ایستاده است تا همین روز هم که حتی همان حقوق و حمایتچیان هم هنوز سراغه این خواهر رو نیافته ایستادن و همه این با مقصد خب فشار آوردن به مردم است. و امروز باز تکرار میکنم که تعداد از مقامات به شهر مسکو سفربر شدند تا همان فعالان بدخشانی را مسئله شان را بینند. یعنی طبق گزارشی که در کانال تلگرامی اندری سرین که نشر شده است در آنجا گفته می شود که نسبت اورز وزیربیکوف یکی از لیدران بدخشانی در یعنی یک گروه سازمان یافته است که او را از بین برند سازمان داده شده است و نسبت دیگر برادرها گروه های هم سفربر شدند که اگر اونها را استرداد کردن نتوانستند اینا میخواهند اونها را خب و قتل رسانند و از بین برند. مرحمت پامیر با کریلی دین یک تا پامیر با لاتینی بود، یک تا با کریلی، امروز پامیر با کریلی. سلام علیکم برادر. و علیکم و به همه بینندگانی که در تمام گوشه و نقاط دنیا شما را گوش میکنم و درود و سلام بر مردم غیور بدخشان، از آن جمله به برادر محمد باقر. با شما هم سلام. یک مسئله را من علاوه کردنی بودم در طول تمام همین تاریخ 30 ساله که اینا دارن حکمرانی میکنن. حالا امروز سخن درباره مادر میروه که اینا مادر زندان کردن. نمیخواهم کم ترک از تمام قشرهای جامعه که مقصد اینا و کدام قشر جامعه ظلم نکرده باشن که امروز رحم به مادر ما داشته باشن و به خواهر ما داشته باشن. شما اگر در یادتون باشه یک پیرزن قریب 80 ساله را برده بودن محکم کرده بودن و در یک عدیلی همین نمیدونم راستی ولایت سوخ بود یا که مرکز بود، آب جوش اومدگی از بالای او زن ریخته بودن تا حتی که بیهوش شده بود و به بیمارستان بودن. او یک زنی قریب 80 ساله. حالا بگذار هر کاری هم کرده باشن، نخواه که نسبت یک مادر همین خیلی مقصد ناعدالتی و ظلم و این نشانگر این است که اینایی که به فکر من به این جرم جنایت دست میزنن اینا ممکن از مادر تولد نشده باشن. حالا این حرف خیلی حرف
سخت است، اما برای اینا این سخن روا میبینم. خب اون مادر قریب 80 ساله بود. حالا باز بابای دانا که تمام رسانه ها درباره او صحبت کرد، یک پیرمرد 80 و چند ساله را بردن چند سال زندان کردن و رحم به حال او نکردن. اینم یک نمونهش که دیگه ما درباره بابای دانا، حالا پیرزن ممکن خیلی از شما ندیده باشه، اما این بابای دانا را همه جمهوری، همه دنیا الکه از رفتار مقامات خبرداره. دیگریش نگاه می‌کنیم طفل حمزه، طفلی که بیمار بود در تاجیکستان و میخواستن که مقصد به کشورهای ثانی برده شود و تحت طبابت قرار گیره، تمام مانعه ها را ایجاد کردن تا اینکه این طفل از کشور خارج نشود. وقتی نگاه می‌کنیم در این قضیه ها تا این امروز و می‌بینیم که هزارها آدم را در زندان بدون جرم، بدون یگان چیز به قتل میرسانند. این وحشی‌ها برای انسان اینا اصلا ارزش قائل نیست. وقتی ما همه اینا رو کنار هم بگذاریم و امروز این خواهر ما و مادر ما را بردن 6 روز، نه یگان خبر، نه یگان از سلامتی و از وضعیتی و در کجا قرار داره، یگان خبری نه به اهل عائله میتین نه به جامعه میتین. این نشانگری این است که این حکومت و این حکومتدارا اینا یگان ارزش انسانی ندارن و با یگان ارزش های انسانی هم اینا حق و حقوق قائل نیستن و تمام کوشش اینا به خاطر برقرار ماندن حکومتشون و ادامه داشتن همین ظلم و همین ستم هاست. حالا مسئله بدخشان اینجا از نظر تحلیل خود من این است که فقط یگانه جرم این مردم بدخشان این است که اونا مردم شجاع، مردم غیور و در طول تاریخ اینجا فرصت نیست. در طول تاریخ هر چی من مطالعه کردم، هر چی من دیدم، تا به حال سر در پیش یگان منغید، در پیش یگان مغول، در پیش یگان بیگانه سر فرود نآوردم و نمیارم. اینا در تاریخ اثبات کرده که حالا اگر که سخنان من اینجا سخنان گزاف باشن، برام نگاه کنن تاریخ همین جنگا های شهروندیش نبرام نگاه کنن، زیاد طول نکشیده است. عذر میپرسم برادر که یک زنگ ناگهانی شد. و همین خاطر برادر گرامی من خلاصه صحبتم در این است که اینا برای هیچ ارزش قائل نیستند و از تمام ملت و از تمام مردم تاجیکستانی، نمیگم تاجیکستانی، خواهش میکنم که مقصد خاموش نشینن، بی‌طرف نباشن و در صحبتاش وقتی بعضی برادران رو میبینم مقصد بسیار ناراحت میشم که میگن که ما طرفدار این گروه نیستیم، طرفدار اون گروه نیستیم، طرفدار این نیستیم و میخوایم یک سخن داشته باشیم. حالا طرفدار کی نیستی سخنت هم لازم نیست به هیچ کس. حالا امروز همه ما از مادر تولد شدگیم، طرفدار باشیم نباشیم باید برای مادر بخیزیم صحبت کنیم. طرفدار باشیم نباشیم باید از محمد باقر برای جوانمردیش، جوانمرد
اون نشانه این نیست که مقصد فقط به خاطر مرداست. در طول تاریخ خیلی زنایی بودن که مقصد اونا از خیلی مردا با همتتر و بالاتر بودن و اولین زنی که در تاریخ دین مبین ما و شما به شهادت رسیدگی مادر سمیه و همه ما باید برای مادر صدا بلند کنیم. با فکر من هیچ کس ناراحت نشود. کسی که خودش به طرف میگیره در این مسئله به نظر من این انسان به شرف است. حالا من کسی را حکم کردنی نیستم، اما با یک گوشه مقصد همون قلبتون که اونجا همه احساس است، شما یک بار احساس مادری را باید حس کنین که مادر است، فرق نداره اون مادری کی است. امروز اگر ما در نسبت این مادر خاموش بستیم، فردا با از این باز منتظر خیلی از جنایت ها اینا باید باشیم. برای این ملت تاجیک باید همین حالت هایی که امروز در جمهوری اتفاق افتادگی اینا باید نقطه آخر باشه. دیگه به همون خط آخر رسیدگی ما. برادر شیرزمان من به همین قطعه سلامت باشید. بله تشکر میکنم از شما برادرایی که دائم در صحنه هستید. خداوند دعاگو هستم که همیشه سالم باشین. آمین. همیشه در این راه استوار باشین. آمین. انشالله که پیروزی نصیب این ملت است و این ملت این حرفای شما و این سخنانی که شما در این منبر میزنین برای آزادی این ملت، اینا با هیچ چی مقایسه نشونده. در برابر هیچ چیز این سخنا را ما در عوض یگان چیز ما نمیتیم انشالله. و این ملت باوری دارم که آسته انشالله که به همون بیداری رسیده هستند. خدا نگهدار. سلامت باشید. سلامت باشید. خب خیلی سخنان خوب گفتین برادر. منم در تقویت گفته‌های همین برادر گفتنی هم دعوت کردنی هم از تمامی تماشابینان، از تمامی شهروندان تاجیکستان، از کدام منطقه نباشد، در همین خب حمایت از حق یک مظلوم به اون نگاه نکنید که این مظلوم با کی خویشی دارد، از کدام منطقه است. هر قدری که با یک پامیری یا بدخشانی همچون در عموم این خودش یک کار خطا است متنفر باشی، این کار خطا است البته که نسبت یک خلق کسی نفرت داشته باشد، لیکن فرض کردیم که متنفر هم باشه و دیدی که یک امردین یک ماه کجای را بردن، یعنی شکنجه دارن، بخیز از حقش دفاع کن. یا تو که یک پامیری باشه که نسبت گفته های عبدالرحمن ناراحت شده بودی و خب یک وقت شاید نسبت گفته هاش نسبت چهارشنبه نسبت یگان قضیه دیگر بسیار بدخشانی ها با امین عبدالرحمن مشکل داشتیم و البته که با گفته هاش خرسند نبودیم، لیکن امروز که مادر همین برادر را خب شکنجه دارند، یعنی مادرش را گروگان گرفتن، مادری که خطا نمیکنم اگر بگویم که مادری که کم مردها همین خیلی قهرمانی دارند. ببینید در طول همین شاید 2 ساله که من همین بلاگ را میشناسم و اون مشکلایی که بالای سر همین خواهر آمده است یگان بار نشنیدم، یگان بار در یگان جا نوارش را ندیدم که این بیاید و بگوید که ای عبدالرحمن بس کن کارتا، این دولت آباد است، دولت مشکلش هم همین است. باور کنید از همین خاطر او امروز زندان شده است. ببینید اون نفرایی که 200 قریب
چند 500 700 نفر شد یا 1000 نفر شد. طول 2 ماه از تلویزیون بدخشان بالای ما تومت و بوتان میریزند. بله، من از شما دعوت کردم و باز دعوت میکنم که نسبت آنها هم زیاد دشمنی نورزید که اونها هم مظلومند. لیکن همین خواهر چقدر قهرمان برآمد که یک دهن، یک به گفت مردم ما دندان سفید نکرد که پسرش رو بگوید که البته اینا فشار می آوردن که همین کار کند، البته که اینا می گفتن که برو و همین ویدیو را کن، البته می گفتن. لیکن این خواهر تا چه حد قهرمان است. جدا از آن که شما چه مناسبتی با عبدالرحمن نالنو دارید، جدا از آن که خب شما چه ضدیتی با او داشتید، این قضیه انسانی است و در اینجا اصلا باید هیچ کس این حساب و کتاب نکند و این با پای خود قضیه است و این قضیه باید ما در اینجا کسانی که به همه نمیگم، اون کسانی که برای بدخشانی بودن خود تظاهرات میکنند، برای پامیری بودن خود تظاهرات میکنند، برای یک پامیری خود، یعنی من که برای پایمال حقوق بدخشانی ها صدا بلند میکنم، من حق ندارم اگر در همین جا از همین حکومت همین حق رو طلب میکنم، من حق ندارم که نسبت یک مظلوم دیگر صدا بلند نکنم. این حق ندارم. اونه که خواب رفته است او حق دارد. در مورد امردین گپ نزد، در مورد خب شاهده محمد جان و هم گپ نزند. لیکن اونه که از حکومت طلب میکند که نسبت یک بدخشانی، یک اقلیت قومی شما ناعدالتی نکنید و بیاید در یک جای دیگر بگوید خوب کردید، این جزایش رو گرفت یا یگان چیز دیگر، این خیل برخورد من دعوت میکردم که نشود. مرحمت رحمانوف امام علی شریپوویچ. سلام علیکم. بابی چی خندت میگرده سازی؟ سلام علیکم. میگم سلام علیکم. سلام. شریپوویچ بعد خنده هم گرفت. همیشه شما هم از فقط جناب اولیر گندکنی. موضوع تو چیه این برنامه تو درباره چی بوده این؟ بیما برنامه را ترا بگم جناب اولی، بیما ترا برنامه را بگم، بیز گوش که همین برنامه را ما ترا بگم. اگر تو مادر داشته باشی، تو ایمان داشته باشی، تو بی در تاجیکستان چی گپای مادرها را بردستن، تو بی در پامیر چی گپای، تو بر آمده جناب تو چیتون چیه، تو یک چوپلوسی. با تو چیکو کاری نباشه را بخی چی نشتی اینشتی رنگی سگای قنچق باری دود میزنه را بخی. اگر میگم کولی بیا کما میره ادب فهمونم. اگر همی یا مینوت اگر همی تاجیکستان اوست مادرای ما را برن محکم کنم، خیلی رنگی تنم خیلی سگ بچه ها میگونم میگن جناب خوبه سگ بچه را گفزن تو مرده کی رو تاوی که ما قطی تو روی هوی گف میزنم. تو مرده کن نه تو رو تاوی کوخی تو خدا با هوی کن آخی با ما هوی کن. تو اگری ترا مادر تولد میکرد شیری سفید میداد که تو این همی جای مخالفات ندارو. تو در محمد اقبال در آمدی سه شروع داد میدروی تو این همی یگان روز استوریای ترا میکپن کو تو پروست جواب میگویی تو نبرو لیزی نکن. ما ترا او دو قطعی سپورید کرده بودم که همی اگر تو وجدانی ترا مادر شیری سفید داده باشه، اگر تو ایمان کم تا داشته باشی، تو خودت میدونی تو میدونی خودت ایمان نداری. اخیز وطن را با گفزن چه اینجا میسی ادو هم تراغای سگو اچ میکنی اینجا در ایستوده را وطن گفزن اخی لعنتی که این خب بابی ای آدم چیه اینا فقط دهناشون کنی خر بورین یا تعلیمیات یا شاگردات؟ بست من یک ایراد دارم. من کسی که در آمد و
بگوید که این چی موضوع است، من او را خیر و خوش میکنم، خود جانبدار من باشد. من واقعا تماشا نکردم، برای همین پرسیدم که چیه موضوع اومد. کرده باشی خیر و خوش، تمام. دیگر این موضوع، من موضوع داغ روز بررسی دارم. اگر آدمی که یکی در آمد رنگ تنگه، وای در اینجا باید نباشد، سلامت باشی. خب همین او روز جانبدار ما در آمد، همین خیل جانبدار ما از همین طرف سنگر، خیلی مردک تماما تماشا ندارد، تماما موضوع را پیگیری ندارد. یکی تلفنش گیران کرد و در آمد و با میگه که حکم میبخشی موضوع چی بود، هم موضوع چی بود را راحت کن، و آخر موضوع چی بود. همین خیلی آدم ها خطی صحبت کردن راستی گپ نمیفورد، چون که من در طول یعنی 80 چند روز می شود که ما موتم داریم. ما در اینجا قریب که در 25 نوامبر گیر مانده ایم. از 25 نوامبر هیچ نه که روز بیگه شود، ما در موتم قرار داریم و اینا آمده اند همون موتم بالای ما، باز بالای همون موتم بالای ما فشار دیگر میارند. باز یک برادر معتبر ما رو از روسیه میارند و یک ما شکنجهش میکنند. باز اینجا میارند یک خواهر ما را که نیز بدخشانی است، همین شاهده محمد جان و عموما تاجیک است دیگر. این باز بدخشانی است، باز نزدیکتر به ما است. این هم میاند باز 6 روز از کجا تا همین روز هم جای معینش معلوم نیست، حداقل اعتراف کردن که در دست ما است. و یکی در آید و بعد بگوید که خب شکمش اسیر کرده است و فرصتش شده است، یک سیل کرده است همین کانال ها را و دید است که در همین کانال آدم زیادتر، بعد خواسته است در اینجا ما او را گوش کنیم که خیر برو راحت کن. سنترال ایشیا. سلام علیکم. و علیکم. خوب هستیم برادر؟ سلامتیتون خوبه؟ شکر الله. برادر عزیز، از موضوعتون خبر داریم. خداوند به مردم تاجیک صبر دهد و علال خصوص با اون مادری که در زیر این شکنجه هستی. به یک چیره گفتنی هستم که برادر جان بخشش کمک از موضوعتون کمی دور میرم. کمک اون شخصی که از دور اومد موضوع را دور بردنی بود. اون شخص از لفظش معلوم است که از ناحیه مسشو میشد. من با همون یک چیره گفتنیم برادر جان، همون بیناموس اگر مرا گوش کرده ایستاده باشد، ترا برادر در مدتی زیاد در مدت یک روز ترا مییابد هر یک شخص، هیچ مشکلی نیست. به همین خاطر اگر که ترا مجبور کرده ایستاده باشند، یک راه گریست بیاوی، قدر سخنو را بر ضد مردم نگو. اگر که چه قدر کور باشی، کورنمک باشی، بر مردم خوک نچوش برادر. همین چرا ما برای تو گفتنیم، اگر ندانی رو آموز، ببین بیرون از ناحیه خود چی گپ و چپ شده ایستاده است. امروز در بدخشان است، امروز در وحدت است. تگه مایده همه تا میشکند اویسته به ناحیه مسجو میروند. تو نامردی دیوس، تگه نوبتی خواهر و اپای تو میشود. زورت نمیرسد، میترسی. بر ضد مردم هیچ سخنی زیادتی نکن. همه میدوند مردم حق است. با او پریزیدنتون اینقدر فخر زیادتی نکن. با اون امنیت هستی، خو از کارگر دولت هستی، یگان خیش اقرب در کارگر دولتی هایی. ای برادر، محمد سعید عبیدالله شخص نزدیکترین بود.
چقدر انسان هایی که در اونجا بودن اون شخصیت ها را چقدر از بازی بیرون کردن او خیش اقرب تو یک سکوند است. فهمیدی؟ به همین خاطر اینقدر به خود باوری زیادتی نکن. مرد هستی مثل دیگر مبارزو برو. اگر که در دولتت کمبودی نباشد اینقدر پسی اون رحمانوف هم میگیری اون حکومتی اونجا را میگیری رو تا آشکار بکن برنامه بکشو کو بینیم که چقدر طرفداری تو میشود. به همین خاطر موضوع این برادر مونه موضوع داغی روزی خودتان اینقدر دور نبر زورت نمیرسد رو همون تایی کرپا سر تایی کرپا بکن خوب تا برو بمون شخصی که مرد است شخصی که زورش میرسد بمونن مبارزه را برن به خاطر تو. اینها به خاطر مادراشون نمیکنن به خاطر خواهرای خودشون فقط نمیکنن به خاطر ما. اگر اینو در یگان چیز مبلغ لازمه بود وظیفه لازمه بود اینها دورن علاقه پناهندگی دورن زندگیشون هم میبردن لیکن اینها حرکتشون برای تو و تو برای این انسانای کور هسته که میبروین چشمان شما روشن میکنن بینن مردم چیخه شما را میده میده پورا کرده ایستودن. به همین خاطر اون من نمیدونم اون را چوپلوس گویم اون را چیزی که نباشد و به همین خاطر دیگر خط بینید در هر کجا نخالون ای پس کار بار شف من برادر اینا مرحمت اینقدر دولتی تو به قوت هستی اینا ببروین این همین شخصیت ما را کو ببینیم چی خیل میوبین شما زور شما تلویزیوناتون هم مختم کردن چیزی که در تحت خطانه همونا را میتونین اینترنت قطع میکنین مرد هستین یگان خاکر دارین پروگرامیست دارین انسانای با قوت دارین کنی ندارین زورتون فقط در هم پایان خودتون میرسد. همون حکومتی رو ما در نظر دارم با همین میست همین چوپلوسو با همین خاطر اینقدر قدرت دارین نشون بدین قدرتونه به زنها نه به مردها نشون بدین. این روسیه را یک قدم یافتین میرین چهارشنبه را میورین او زن ای خونهش میورین باز نوبتی کی است با نوبت لیدری مردمی پامیر است. این همین من به خاطر چی داخل شدگیم من یگان جای چی را از دست دادن ندارم و زندگی من در یک دولت هستم که من یگان مشکلی ندارم یگان چی را ای دست داده این نیستم لیکن مسلمان که هستین شما هم ملت منین هم زبانی منین همون تو شخصی که حاضر وارد شدی بر ضد همینا که گپ زدی علاقه مرا عصبی کردی مرا مجبور کردی که وارد شوم و همین خاطر اینقدر آواز تا بلند نکن لفظت معلومه تو 100% مردمی مشاهی لیکن از بین 1% همون نامردها یک تش تو هستی 99% دیگرش مردی. من بودم اونجا زندگی کرده گیم اون مرد را خیلی خوب میشناسم قبر تو بر اینا را میکنن فقط اونها از علم دور موندگیان مکتبا را اونها را علمشون دادگی که نیستن اونها را خیلی خوب بازی میدارونن میگیرن مردمی مسیح را به خوجان جنگ میاندازن میگوین که به مسیحی ها بخشش برای مردم خوجان میگوین که شما مسیحی ها خوجندی ها را بگین که اونها بخشش زیاد کمی غلط هم باشد خوجندی ها را بگوین که اونها بودیک هستن برای خوجندی ها میگوین که مسیحی ها را بگوین که اونها خر هستن. ای بچه همه بازی ها را کی کار سوده اینا به لفظ مسیحی قطعی تو گفت زنم مرد ای برو حمایت کن به کدام لفظ معقول تا من قطعی گفت میزنم به همین خاطر ان همون شخصیت هایی که امروز میبروین این طرف او طرف میگرین تمام برادر
او انرژیا اینقدر سفید کردن هر یک چیز مقداری خودش دارد. نوبتون اومد سرتون تای کرپتون گرین زورتون نمیرسد بمونین مردها مبارزه را برند دیگر به کار مردها خلال نرسونین زن رفته از پسی شما برای چوپلوس ها در پسی پنجره نشستگی ای امروز صبح آمده باز میگویی که جناب اولی میگویی روی تو روی همش سیوکی خداوند که افسوس مسلمان که هستیم بعد از خانه قبیح برای تو نمیگم نمی ارزی گناهای تو را صاحب شده نمیخویم خداوند تنفیق دیاد همون برادره که میبروین که شما را برادر گفتن حیف هستی فرعون پیش از مرگش اگر امکانیتش میداد او کلمه میگردوند شما وقت دارین حالا هم وقت دارین زورتون نمیرسد تلفناتون یک طرفه بکنین چشتون پوشین گذارین برین به مبارزه دست نرسونین لیکن نبیاین خدا سفید نکنین همین قدر سخنی گفتنی داشتم من برادر جان سنترال ایشیا بعض مبارزه مرا میشناسن اونها میدونن کسی که برو آمد از علم و از این چی مبارزه برد اینا مرحمت از کدام علمی که میفوردش از کدام زبان دنیایی که میفوردش ما با او هم صحبت میشیم سلامت باشی همین چی را گفتنی شونستیم بسیار جالب داری همین دیکته بسیار خوب داری زیبی یک کنه مجری تلویزیون هستی تلویزیونی همین خیلی کلان خیلی سلامت باشیم برادر جان سلامت باشیم عباد باشین اگه ما با گفته مردم که ما اتنیچیسکی توجیکای بیرون که هستیم ما زبان پاک داشتگیم زبان میداریم لیکن ما اولین درجه مسلمانیم و انسان هستیم مردمی کدام ملتی که هستی ما همه نمود ملت همه نجات همه دین احترام میکنم هم قبول هم میکنم همچون مسلمان بغیر است اون درویه ها اتئیست و زیانیست همین سه شماره انسان برای من قبول نیست دیگر همش ما قبول داریم او اسماعیلیه هست او بگذار شیعه باشد لیکن باوری از دارد به خداوند بگذار خریستانین باشد هندو است کیم کسی که باشد نباشد ما با او چی کردار نیستیم چونکه عبادت هر یک شخص به پروردگارش او خودش پیوستگی دارد اعتقاد دارد باوری دارد لیکن این شخصیت هایی که خودشون هم مسلمان میگیرن میبروین میگوین که رنگ سیاه سفید ای خداوند شما را هدایت کند سلامت باشی برادر عباد باشیم برادر جان یک کوتاه کلیاب و استاد محمد سعید رضایی اگر اینجا باشند بعد کلیاب جنبست کنند چون وقتمون به پایان میرسد بیادرس میشویم که بعد چند 15:30 محمود جان فیض رحمانوف ادامه میتید در همین کانالی که حاضر ما قرار داریم ما سخن را به محمود جان فیض رحمانوف خواهیم داد و ساعت او با شما در صحبت خواهد بود مرحمت کلیاب گارود کلیاب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم برادر و علیکم خوش آمدید به برنامه ما رحمت مینادور به پایان ما از شهر کلاب هستیم برادر یکم بار در افیر دیدیم شما را بلکه نمیشناسیم برادر بی‌طرف هم نموندیم گفتیم یک همدردی را برای مردم بدخشان بیان کنیم زنده باشید سلامت باشید برادر عزیز و گرامی قدر اکه ایجا ما پالیتیک هم لیزید نمیکنیم مثال خیلی مثال میدونه که مثال وضعیت کلوب هم چخیلی تاجیکستان آبشی چخیلی وضعیت ها ما همین برادریم برای مردم بدخشان هستیم مثال ایجا جای مذهب هم نیست این وضعیت مذهب گفتن هم نیست
در این وضعیت باید ما مردم عادی یک جویا باشیم، همه یک جویا برادریم. این وقتی سال 92 هم نیست مثال، اگر بدونیم برادر خطانان مثال اوزی برادر امی ما نگاه داریم همه جو بی‌طرفی کردن، چی دوشنبه باشن، چی قرغم باشن، چی دیگر جاها باشن. این مثال اوزی همین در مثال خجالت میکشیم. اما وقتی مثال مردمی بدخشان طاقه موندگیان، مثال گفتنیم که همه مردمی بدخشان که مثال غمگین نباشین، انشالله ما برادریم، برادر میمونیم. ما نمیگیم شما سنیتیم و شما هم بسیار ما شما مینداریم که مثال در بین ما یگان فتنه هم نیست. مثال خیلی کدام میده که باشه واقع چون میدونن ما الحمدلله مسلمانیم، حقی گفتنی نداریم بر شما یگان چی. و همین گفتنی هم که برادرها صاف دلشکسته نباشین، انشالله اعلی قطعی مونه، انشالله مستبو همین همدردی را گفتم بی‌طرف نمانم برای مردمی بدخشان. به هر فتنه مثال باور نکنن، مثال برای مردم عادی مثال میدونن که همه چه وضعیت در مثال در تاجیکستان. برای همین ما از همین جمله کلابو گفتنیم که مردم کلاب با شما هستن، انشالله میمونه، بسیار غمگین نباشین. سلامت باشید. ما شک و شبهه نداریم که اکثریت مردم کولاب، اکثریت مردم بیچاره کولاب هم رنگی مردم بدخشان و دیگر مناطق اینها هم در همان مظلومیت و در همان خوری و زاری قرار دارند. اینها هم مجبور به مهاجرت مهنتی اند. اینها هم در زمین خود غریبند. همه تاجیکستانی ها امروز در زمین خود، در وطن خود غریبند و این چند نفری که چند نفر و یک اویله که قبضه کردند حکومت وطن چی کردند، یعنی منپولیا کردند و ما همه در وطن غریبیم. خب مرحمت میخواستم محمد سعید رضایی جنبست کند سخنها رو و ما انشالله 15:30 در همین جا تماشابینان دور نروید، در خود همین کانال که برادرمان محمود جان فیض رحمان وارد می شوند و شما با او باز می توانید در همین بحث و مناظره های شرکت داشته باشید. مرحمت استاد. سلام علیکم و رحمت الله. بار دیگر بخشش باشد. تشکر زیاد که با این فرصت را برای ما دادید. از دیگر برادرایی که در نوبت هستن از اونها معذرت میخوام و همون گونه که میبینید حالا ما چه خیلی که میگن اتهام میکنن که شما دیگر خواجگان خارجی هست و تأمینات از اونها هست. نه، حالا ما در ساعت کاری هستیم، انشاءالله که از پای کار و طلب رزق حلال هستیم. خب وقت را صرف نکنیم. من چی گفتنی بودم؟ همان گونه که شما هم در یک حکایت یا یک مثال از نمودی ظاهری برادران ما، همشهری های ما، هموطن های ما از بدخشان، از پامیر که با تعقیب و با اینها یعنی اطمینان داد برای یک انسان که او برای یک نفر بیگانه همسایه کشور ما که واقعا هم او صاحب امانت هست، صداقت دارد. خوب است که من هم یک چیز را یادآور بشم و با اون خاتمه بدهم سخنی خدمت. واقعا هم این را به خاطر چی میگویم من این حکایت رو؟ این حکایت که برای خودم اومده است. وقتی که ما در تاجیکستان بودیم همواره از طرف کمیته امنیت یا اینکه وزارت داخله دائم مورد پرس سراغ قرار می گرفتیم در نسبت نهضت، در نسبت موقع و در نسبت خب آن چیزی که داملا هستیم همین ها. یک روز نشسته بودم، زنگ اومد تلفن و یک نفر گفت که من از وزارت داخله هستم و شما از تلفن سامسونگ دارید صحبت میکنید، در دستون سامسونگ است؟ گفتم بله. گفت که همین خیلی برای ما یک عریضه یا که درخواست اومده است که تلفنی که شما استفاده میبرید دزدی است.
برای همین میخوایم که با شما یک صحبت کنیم، میخوایم پیش شما بیایم. من فهمیدم که کی هستم، گفتم بفرمایید آدرس خونه رو میدونید بیاید. وقتی که اومدن 2 نفر، شاید حالا صدای من رو بشنون اونها، من نامشونم در اینجا نگم، وقتی داخل شدن خود را معرفی کردن. یک نفر از ترسون زاده بود است و یک نفر از داخل شهر و گفتن ما کارمند امنیت هستیم و این هم یک معامله کار بود که با شما وارد صحبت بشویم. من مباشرتا با صحبت قطع کردم و گفتم که شما چیکار میکنید؟ شما باید که از اینکه کارمند کمیته امنیت باشید شما افتخار داشته باشید. وظیفه دولت، حکومت برای امنیت کشور و مردم داده شده است. شما وقتی اون را انجام میدید چرا باید از دروغ کار بگیرید؟ تلفن شما دزدی بوده و یک درخواست شده، ما میخوایم که با شما صحبت کنیم. این چی معامله است؟ من که تلفنم را از دبی آوردم، من سر و کارم با دبی بود، با امارات و با اینها بود و تا امروز گفتم فکر نمی کردم که مثلا تلفن های دزدی که در خارج دزدی شدن در تاجیکستان پیدا شوند، چون که توسط رسانه ها شنیده بودیم که ماشین ها از آلمان و نمیدونم از دیگر جاها دزدی شدن و در تاجیکستان پیدا شدن. اما شما باید که من شخصا برای اینکه یک از طرف امنیت دعوت شوم یا از طرف وزارت داخله برای شرکت در کار یا برای پرسش، من این رو وظیفه میدونم، وظیفه اونها میدونم و در اونجا حاضر میشم. با دروغ گفتن تلفن تو دزدی است، کاری تو است، این چی کار است؟ این چی کارو بازی است؟ این یک چیز. حالا من این حکایه بود که گفتم، یعنی من چی گفتنیم که در واقع این که یک شهروند، این که من یک کارگر، یک زن، یک مادر، یک موسفید، یک کارگر، یک صاحب کار، کارمند امنیتی را یا اینکه کارمند حفظ حقوق را بد میبیند، این از سیاست غلط حکومتدارها است. حالا در این جاهایی که ما و شما هستیم، اگر یک چاره‌بینی شود، اگر نبینن که از طرف کمیته حفظ حقوق یا اینکه از پلیس یا از دیگر جا محافظها در اونجا نباشن، تشویش میشوند. وقتی اونها را میبینن خرسند میشوند که ما این چاره‌بینی ما خوب میگذره، چون که در امنیت است، در حفظ کارمندای حفظ حقوق و امنیت جامعه و مجتمع اینا است. اما چرا در کشور ما امنیت رو بد میبینن؟ کارمند امنیتی میگوین، ملای امنیتی میگوین، نمیدونم که چی داخله میگوین، نمیدونم که یک چاپلوس میگن. برای چی؟ برای آنکه سیاستی غلط است و این کمیته امنیتی دولتی و وزارت داخله، حفظ امنیت اجتماعی، اینها را طوری کردن که برای حفظ امنیت دولت نه، کشور نه، جامعه نه، در یک عائله، در یک گروه قرار دادن. بنابراین مردم دارن از اونها با کارهای بدی که میکنن، با رفتار بدی که نسبت انسان ها میکنن، با اونها بدبین هستن. این سیاست غلط حکومت داره است. و الا من شخصا نهضت اسلامی تاجیکستان و همه ما و شمایی که هستیم با امنیت، با حفظ کارمندان حفظ حقوق رابطه قلبی داریم. من بارها گفتم، حالا هم در سخن قبلی هم گفتم که این کار امنیتی است، باید که این را بکنن. حالا میگذاریم به سیاستی نادرست در ساحه معارف. حالا این کارمند معارف که نسبت برادر ما محمد باقر سخنهای گفت، من در سخن پیشینه هم که بود گفته بودم که بگذار اگر برادر محمد باقر من هست، اگر من هستم، اگر یک نفر دیگر هست، واقعا اگر کدام اشتباه کرده یا به کدام خطای کار داده، سود هست، پروکراتور هست، نمیدونم مفتش هست، اونها از بودجه دولت اونها آیلگ میگیرن، ماهانه میگیرن، آنها باید راهش بیاون، با اونها صحبت بکنن، خود وکیل دعوت میکنن، خود دیگر میکنن، این کار رو بکنن. چرا باید که با قوه، با امنیت، با تهمت با بالای اونها فشار آورده شود؟ حالا ببینید، همین کارمند معارف، استادها، با احترامی که نسبت به اونها داریم، از سیاست غلطی کشور ما، معلم که مربی فرزند ما است، کسی است که سواد می آموزاند، کسی است که جامعه رو بر روشنی میبرد، امروز در نظر جامعه ما بدبین شده است. معلم را میبرند در سر صندوق انتخابات، رای پرسی، آوازدهی میگذارن، تقلب و نمیگونم ساخته و فرشی و آوازها را در اونجا میمونن. کی از بدنام؟ معلم، استاد، اون کسی که باید که در قلبهای ما جا داشته باشد، ما با اونها قلبا ارتباط داشته باشیم.
حالا من خطاب به همین شخص نماینده معارف در ولایت مختار بدخشان میکنم، حالا اسمش نوروز بود، هر کسی بود. برادری عزیز، ما با شما هیچ یگان دشمنی نداریم، شما را دوست می‌داریم. شما کسی هستید که باید جامعه را به سوی روشنی با برنامه‌های درست ببرید. حالا همین که تو ادعا میکنی که برادر محمد باقر برای تو تحقیر کرده، مشت زده، بگذار اگر این کار رو کرده باشد، من برای تو حق میدهم که بالای او دعوا بکنی. اما حالا این سخن‌هایی را که تو گفتی در اون چند چیزهایی بود. یکی این که دروغ گفتی، یکی این که به کسی مراجعت کرده ایستاده که با قوه، با سلاح و با عسکر رفته است، نه برای تفشی او، نه برای اینکه او عیب دارد یا نه. یعنی میرود مثل ضیاءالدین، مثل گلبدین ضیاءالدین و مثل دیگرهایی که قبل از این بود جان انسان را میگیرن با این گپی تو، اون را به قتل میرسونن. تو این را فکر کردی رشته عمر انسان از بین میرود؟ تو آیا وجدانت همین را برای تو میدهد، همین اجازت را که تو همین سخنها را نسبت همون برادر بگویی؟ برادری خودت، حالا میلش این حقی تو بود، تو گفتی. پس ببین این خواهر ما، اونجا گفتی که اون مسلح بود و باز گفتی که اون داشت خب نوشیدگی بود، در حالتی طبیعی نبود. حالا بیا اکنون تو اگر اینقدر عدالت خواه هستی، خواهر ما، مادر، کسی که اون طبیب است، همشیره شفقت است و تا امروز خدمت کرده است، جان چندین بیمارها را رهانیده است، شبها در کرونا نگفته در شفاخانه ایستاده است، به نوبت به نوبت وقتهای زیاد را در اونجا صرف کرده است. حالا این را گرفتن. اگر تو اینقدر عدالت خواه هستی، آیا این خواهر هم همراهش سلاح داشت؟ این هم مسلح بود؟ این هم از حالت طبیعیش بیرون بود یا به کدام ضرر رسانده بود؟ از تو خواهش میکنم حالا باز در پشتی آینه نیلگون، در پیش دوربین ها حاضر بشو و بگو که این کار هم نادرست است. این کاری که شما کرده ایستادید برای همشهری من از ونج است. این خواهر من اون را میشناسم، ونج هم خورد است، همشو قریب ارتباط خشتبار تاجیکستان در عموم اگر نگاه کنیم، اگر خواه از مسجو است، خواه از خوجند است، خواه از غرم است، خواه از ختلان است، خواه از کلاب است، اگر یک پرس و سراغ کنیم، یک پشت بالا یا که پایان میبینیم که همه برادر و خشتبار و نزدیک هستند. یعنی حالا که ونج خورده است، بگو که این خواهر را میشناسم من، این بچهش که رفته است در اونجا، باید که ما در فکر اون پسر باشیم که او چی خواهشات دارد، چی امید دارد نسبتی در تاجیکستان زیستن. امروز آمده از جوانها را در اروپا میبیند، میخواد که جوانان تاجیکستان انمی خیل باشند و خاطر همین برآمده است بلاگری میکند یا صحبت میکند. کدام را کشورش یا کدام را به آب رو نکرده است. میخواهد که یک جوان تاجیک، یک برادرش، یک همشهریش در تاجیکستان از همه اون چیزایی که امروز در خدمت جوانها گذاشته است در این کشورها در خدمت جوانها گذاشته شود، نروان عمری بهترین بگیم که لحظه های حیات خودشون در کار و در عرابه کشی و در سنگکشی و در تحقیر و در دیگر جاها بگذرونند. حالا بیا یک اقدامی بکن. من طرفدار تو، من طرفدار گپی تو، من طرفدار صحبت های تو. حالا تو عدالت میخوای، هر کسی که اون مثلا که اشتباهی کند، خطایی کند، اون را باید که به محکمه بکشیم. حالا بیا بگو که این خواهر هم بیگناه است. پس ما برای تو، یعنی اینجا ببینید که سیاستی غلط، هم کارمند امنیت را، هم کارمند حفظ حقوق را، هم معلم را، هم شهروندها را، هم یک جوانی که میخواهد آرزوهای خودش بگذارد که من خیلی آرزو دارم، برای یکدیگر دشمن قرار داده است. این از خلاصه گپی من که امروز میخواستم درباره صداقت و امانت به اینها بگویم. یعنی وقتی که صداقت و امانت داری در حکومت دارهای ما، در مقامات ما نیست، همه به خاطر فکر خود هست، پس این همه برعکس رفته ایستاده است. هر یک کس در مقابل یک دیگر ایستاده است، برادر به برادر، پدر به پسر و معلم با حقوق شناس هم با امنیت با دیگر. این سیاستی غلطی انمی 30 ساله حکومت دارها است. همین از اون چیزی که من میخواستم امروز برای برادرها بگم. تشکر زیاد از شما. میترسم که دیگر استاد علیم بگم، چون که شما گفتید دیگر استاد نگوید. خیلی برادر علیم تشکر از برنامه‌تون و هر کسی که در اینجا اشتراک کردن. سلامت باشید. شما هم به دعا باشید. ما هم در کار هستیم. خداوند باز هم برکت شود. سلامت باشید. شما برای کار مایلش. خب دوستان عزیز، من البته با شما خدا کند که امین محمود جان
وارد شوند من با شما خیر و خوش میکنم و سخن رو به محمود جان فیض رحمانوف میگم و ساعت این برادر با شما خواهد بود و مرا جواب دید. اکه علیم میرین؟ من خیلی 2.5 ساعت ششتم در اینجا. سلامت باشید. زنده باشه اکه علیم. سلامت باشید. به نام خداوند مهربان، برادران عزیز، خواهران گرامی، امیدوارم که صحت و سلامت هستید. الحمدلله که امروز در شهر ما هوا آفتابک است، خدا را شکر هوا خیلی خوب است امروز. امیدوارم که شما هم صحت و سلامت باشید و موفق و سربلند. مسئله حالا میخواستم که درباره بدخشان کمتر صحبت بکنم، ولی فکر میکنم که پیش از قضیه بدخشان همون قضیه مادر شاهده محمد جان رو یک بار درباره اون صحبت کنیم و بعد برگردیم به قضیه بدخشان. ببینید برادران و خواهران گرامی، مادر شاهده محمد جان و مادر برادر عبدالرحمن نالنه یعنی بلاگر تاجیک، اون چند وقت بازداشت شد، ناپدید شد و بعد پیدا شد و حکومت هم اعلام کرد که علیه اون اتهاماتی وجود دارد و مثلا اون را به بعضی ماده هایی که به اکستریمیزم و بعضی ماده هایی که به مثلا همکاری با گروه های غیر ممنوع هستند اونا متهم کردن. حالا مشکل این است که یعنی این یک حادثه واقعا ملت تاجیک را شوکی زده کرد، یک حالتی عجیب گرفتار شد که نخواد حکومتداران ما به همین حد رسیده باشند که یک مادر یک زن تاجیک را یعنی بازداشت کنن، 5-6 روز نگاه بدارن و اون هم نامعلوم که در چی حال و احوال قرار دارد و احتمالاً مورد شکنجه قرار گرفته است. چرا که همه ما و شما میدونیم که اونهایی که خدا نکند یگان نفر در اون بازداشتگاه ها قرار بگیرد و اونهایی که بازداشتگاه ها قرار گرفتن میدانند که چقدر در اونجا ظلم ستم، چقدر شکنجه علیه بازداشت شده ها است. از جمله همین مادری که حالا مادر شاهده محمد جان و که متاسفانه حالا در قید است، در بازداشتگاه است و علیه اون هم اتهامات حکومت ساخته است. عجیب این است که برادران و خواهران گرامی که یعنی وقتی که ما تاجیک میگیم مثلا تاجیکستانی، یعنی در این بازداشت مادر خلاف همه گونه قانون و قانونهای بین المللی و معیارهای بین المللی هست. این درست است، ولی به هر حال ما تاجیک هستیم، باز یعنی رسم و آیین خودمون داریم، عادتهای خودمون داریم که در این رسم و آیین و عادتها مادر، خواهر، زن یک ذات مقدس است، یک چیزی هست که باید اون رو به هر راه یعنی به این شکلی که حالا مثلا حکومت انجام داده ایستاده است خیلی جای تأسف است. وقتی که این مسئله برآمد یکی از دوستا به من گفت که بله اینجا یک نفر، یعنی وقتی که این مسئله زن برآمد این حکومت نسبت چندین زنها کارهای خیلی زیاد نسبت حقوقهای زنها رو پایمال کرده است. من گفتم بله درست است، ولی به این شکل که یک مادری تاجیک رو به خاطر فعالیت‌های فرزندش اون رو بازداشت بکنن و علیه اتهامات بکنن، این تقریبا بار اول است و نشان می‌دهد که حکومتداران ما به خاطر وضعیتی که وجود دارد در بدخشان و در قرقیزستان و اون پروسس انتقال قدرتی که در تاجیکستان وجود دارد، این باعث شده است که یک حالت نگرانی شدید، یک حالت عصبانیت باشند و
این کار خواهر رو، این مادر رو بازداشت کردن که واقعا برای همه تاجیک ها، بخصوص اگر کسایی که در فیسبوک اینها فعال هستن میبینن که چقدر نسبتی، یعنی تاجیک ها به این کار چقدر یک شوکی زده شدن، به یک براشان یک واقعا یک عملی ننگین است که متاسفانه مقامات این را انجام دادن. ولی در داخل تاجیکستان هم بسیار کسایی هستند که از این عمل مقامات، از بازداشت و اتهامات علیه خواهر شاهده محمد جان و خیلی نگران هستند و خیلی شوکی زده شدن، خیلی ناراحت شدن. ولی متاسفانه وضعیت تاجیکستان رو میدونید و اونها نمیتوانند صدای خود را بلند بکنند. بخصوص این مسئله یک حساسیت خاصی دارد. ولی نظر من این است که برادران و خواهران گرامی که ما و شما باید یک مثلا همون حادثه، همون کاری که نسبتی حمزه شد، اون طفل بیگناه شد، همه ملت تاجیک و پاخ است، چی در داخل و چی در خارج. و امروز هم من فکر میکنم که بخصوص زنها در همین مسئله سرنوشت خواهر و مادر شاهده محمد جان و به طرف نباشند، فکرهای خود را بگویند، بنویسند و امیدوارم که این غلطی که سر داده از طرف بعضی ها رخ داده است، انشالله این مادر آزاد خواهد شد اگر ما و شما یک کمتر زحمت بکشیم و مسئله همین خواهر را، همین مادر را به شکل درست مطرح کنیم و حکومت را فشار بیاریم که این مادر را که واقعا بیگناه هست به خاطر فعالیت فرزندش، پسرش به این سرنوشت دچار شده است، اون را آزاد کنند. یک ملاحظه خیلی مهم است که من از همه برادران و خواهران میخوام اهمیت بدیم به همین مسئله، این است که همین شاهده محمد جان و حجاب دارد. بعضی ها به خاطر اینکه حجاب دارد شاید یک شکل مثلا کوشش کنند که دوری بجوید، ولی واقعا من نظر من این است که ما در همین جامعه تاجیک به حدی شدیم که کسی که حجاب دارد، اونهایی که مثلا مخالف حجاب اینا هستند، از حق و حقوق اون اصلا کوشش می‌کند به خبر باشد یا توجه ندهد و برعکس با یک نفری که مثلا زن هست، شاید سطر حجاب هم نداشته باشد، باز اونهایی که میگویند که این سطر حجاب ندارد، حق و حقوق اون را و حق و حقوق اون توجه نمیدهند. خواهش من این است که در همین مسئله، در مسائل همین خیلی مسائل باید ما یک فکری وسیع‌تر داشته باشیم، با اون همچون یک زن نگاه کنیم، یک مادر نگاه کنیم، یک انسان نگاه کنیم. و برای همین من از همه برادران و خواهران و فعالان تاجیک، بخصوص روزنامه‌نگاران و ژورنالیستان همین طلب رو دارم، همین خواهشی برادرانه دارم که به همین مسئله خواهر و مادر شاهده محمد جان و توجه بدهند و کوشش کنند که این را تا حد امکان بازتاب دهند و انشاءالله امیدواریم که این خواهر با سعی کوشش یکدیگر انشاءالله چی طوری که خواهر برادر طفل بیگناه حمزه آزاد شد، اون هم آزاد خواهد، اون مادر هم آزاد خواهد شد. اما در مسئله بدخشان، برادران و خواهران گرامی میدونید وضعیت خیلی در بدخشان حساس است. که علی پیشتر بود صحبت کردن و هر روز تقریبا همین ماراتون وجود دارد و صحبت ها می شود در خبرها اینها و یک وضعیتی هست که بدخشان در یک محاصره اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی قرار دارد تا اینکه یک وقتی پیدا شود که یک هجوم صورت بگیرد و خدای نکرده اون آدم هایی را که حالا متهم میکنند اونها را مثلا دست به سلاح بزنند و یک کارهای انجام بدهند که عاقبتی خیلی ناخوب دارد. این رو همه درک میکنند، حساسیت و خطرناکی قضیه بدخشان را. ولی یک چیزی که در اینجا هست، مسئله
یعنی این است که چرا مثلا سوال میاد که چرا من به قضیه بدخشان توجه بدم، منی که مثلا چند هزار کیلومتر دور هستم یا اونی که میگوید که من اصلا از دیگر منطقه تاجیکستان هستم، چرا به قضیه بدخشان توجه بدم و اون برای من چی فایده میارد اگر من یعنی خودم را جزئی همین دفاع از همین بدخشان اگر احساس کنم چی فایده دارد و همین خیلی سوال ها میشود. ولی جواب من این است که برادران و خواهران گرامی، حالا بدخشان یک نقطه شده است که نقطه نماد از آزادی شده است. متاسفانه حکومت از کلوب سر کرده تا و غرم و تا اون خوجند و تا نمیدونم سوغد و همه جای همه دیگر مناطق را با زور و با مثلا فشار و با اینها یعنی زیر تسلط خود در آورده است و میخواهد همین یک جایی که هست حالا بدخشان وجود دارد میخواهد این را هم زیر نظر خود بگیرد و هر کاری که میخواهند حالا انجام بدهند. یعنی با بهانه امنیت، یعنی همون خودخواهی خود را میخوان همچنین در بدخشان تسلط پیدا کنند و این را مثلا خیلی که در دیگر منطقه ها هست همون چیزها را در بدخشان انجام بدهد. برای همین من فکر میکنم دوستان عزیز که این واجبی هر یک فردی روشن فکر، هر یک فرد، یک ملت، یک فرزندی تاجیک و یعنی شهروندی تاجیکستان این است که بدخشان را نماد از آزادی، نماد از اگر خدای نکرده ما اینجا را هم یعنی سرکوب کنند و خدای نکرده باز چندین وقتی دیگر نیاز داریم که باز چی شود مردم باز یک آزادی خود را مثلا یا چی را یعنی وضعیت آزادی را دیگر از دست میدن، حالت آزادی را از دست میدن. برای همین باید ما همه ملت تاجیک در بری این برادران مردم بدخشان قرار بگیریم و نگذاریم که خدای نکرده این حکومتی که همه منطقه ها را زیر تسلط کرده است و حتی به یک شکل اگر بگیم اکوپیت کرده است و هر کاری بخواهد انجام میدهد و این کار در بدخشان صورت نگیرد و اون بهانه‌ای که حالا میارن که مثلا درختان رو بریدن، نمیدونم دیگر کارها رو بریدن، اینها متاسفانه واقعا یک چیزهایی هستند که بهانه‌هایی هستند برای غلام کردن مردم. میخواهند همه ملت غلام باشد، بروند در روسیه کار بکنن و اینها هر کاری که در هر منطقه تاجیکستان میخواهند انجام بدهند. یک مسئله که حالا خیلی مطرح میکنن مسئله حتی درخت ها را میگوین، ولی درخت ها را چرا میبرن میگوین؟ یعنی دیگر مردم وقتی که راه نداره چیکار بکند؟ یعنی دیگر یکی از نمودهای همین دفاع از خود همین درخت ها رو میبرن، راه ها رو بند میکنن، هر کاری دیگر میکنن که تا اینکه از خود دفاع بکنن. و برای همین خاطر من فکر میکنم که خیلی خیلی مهم است برای ما ملت تاجیکی و این قضیه بدخشان در قضیه بدخشان بی‌طرف نباشیم. باید کوشش بکنیم که از دستمان هر چیزی میاد سهم خود را در این قضیه بگذاریم. حالا در مسئله یک چیزی که هست، ما در قضیه در مسئله مرزی با قرقیزستان از نگاهی رسانه‌ای خیلی باختیم و حالا در مسئله بدخشان هم یک چیزی که خیلی مهم است این است که بخصوص کشورهای غربی یا به یک شکلی توجه به بدخشان دارند و در عموم جامعه جهانی یک توجه دارد و متاسفانه حالا هم در همین قضیه ما خیلی ضعیف کار میکنیم. یعنی مردم جامعه جهانی رو از اون چیزی که در بدخشان میگذرد، از اینکه اینترنت نیست، از اینکه در یک محاصره اقتصادی اطلاعاتی و نظامی قرار دارد، مردم جامعه جهانی خبر ندارد. برای همین
فکر من این است که هر شهروند تاجیکستانی و بخصوص برادران و خواهرانی که از بدخشان هستند و در سازمان های بین المللی کار میکنند و زبان ها رو میدونن تا حد امکان در این مسائل بی‌طرف نباشند، بخصوص در توییتر در اینها فعال باشند، فکر و نظر خود را بگویند و خیلی که در مسئله حمزه شد انجام شد که دیگر غیر تاجیک ها هم وارد عمل شدن، ما باید کوشش بکنیم که همین چیزها انجام شد. خدا را شکر خیلی که میدونید یک مقاله خیلی خوبه در گواردین، یکی از روزنامه های مشهوری بریتانیا که یکی از قوی ترین روزنامه جهانی محسوب می شود، در اون در مسئله بدخشان هم یک مقاله رفت و در اونجا صحبت های شد و چی کارهای حکومت میکنند انجام می شد. جامعه جهانی خیلی از طریق همین مقاله و موضوعی توجه داد. در اونجا حالا من پیش از اینکه صحبت رو با این برادر دولت بدهم، یک مسئله دیگر میگویم که یکی از اعضای پارلمان اتحادیه پارلمان اروپا به قضیه بدخشان توجه داده است و گفته است که باید جامعه جهانی بی‌طرف نباشد و اگر بی‌طرف باشد میتواند این قضیه باز حمام خون و خونریزی رو در بدخشان، یعنی خونریزی در بدخشان صورت بگیرد. حالا برادر دولت اگر بفرمایید. سلام علیکم. در چی موضوع صحبت داشتیم؟ بله. در کدام موضوع صحبت داشتیم؟ ما مسئله بدخشان است برادر عزیز. ما باید تماشا کردیم. ادوکاتی امردین میگه که من امردین ندیدم. بله. این خبری نشده است. لطفکوب نشده است. میگه نه که او جایی که امردین بردگیان باید جورا دارم. میگه او جامو آدم خرورا میبرم. میگه تروریست و چیزا رو میگه میبرم اونجا میزنم یک شانتا میگم خب میزنم تکی. یعنی شما میگید که این گپی ادوکات ندیده دروغ میگه ادوکات اونجا برام میگه میشکنم تا. بله. اونجا هم که میگه جای سختی است که لوبوی آدم میگه برام تای شتا میدازم معیمش میگه. ما یاد جورا دارم دادم اونجا. یاد جورا دارم ما که در ذهنیتش مقصد داشته دارم نقل میکنم میگم اینجا چه خیلی میگه اینجا دروغ پادوالای اینجا بروی میگه 2-3 سال دمایی میشه میره عجیب به حد سخت میزنم یا در روشون آدم اسکر کشتگه میگه نمیشناسی رو نمیشناسی کی میزنه تو. بله همین حالا خبر در بامداد آمده است که زینالدین خیرالدینوف گفت این دعوا اساس ندارد. یک روز پیش با او واخوردم از وضعیت سلامتیش پرسان شدم، صحت سلامت بود. یگان شکایت و عرض نسبت به کارمندان مقامات حفظ حقوق آیدی نسبتش تطبیق نمودن شکنجه ندارد. یعنی یگان عرض و شکایت ندارد. یعنی همین چیزی که یعنی شما میگید که این دیدگیش هم نیست. اول چین میکنن ساز میکنن بعد مثال سری سود شمیران اویجا تو ستا گیره ایشانو میتون اوی پادوا او رفیقای میگوی در کجا من مقصد نمیگم او میرزابک دا میرزابک نه ساختگان را چیزی متشکلی وزبین من نمیگم مقصد قطعی او ما چی کارو برد است مقصد جورایم که مقصد او بسری او میرم مرا میشناسنده او بله همون را گفتم که همیشه برای چه اینجا همون گردن قوسا را میاریم گفت میشکنم میفهمشون گفت لبوی چه گفت اینجا بنده ما گفت اینجا میشکنم چخیل نگفتن که چخیل میشکنم میگه هر یا تشتگه در اونجا میگه یادش میگه دمون دودری خدمه میگه 10 minut دیر کردم دودرش خطی هم او زوری کرده گیفی هم بور کردن آوردن 10 minut میگه دیر کردم دودرش ما شکستی هم او آدمایی که میگه درو میزنه داشت خود خون آنو میدونیم کیان بود. بله
اینجا اکا علیم پیشتر بله اکا علیم که خودش ایمی بدخشانه گفت که علواتشای رو در دوشنبه در بازداشت به حد عذاب اشکنجه دادن که او 2 روز دو روز از جای خیسته نمیتوانست. همین اکی زد همون هم برده بودن اول چخیب دوخی میزنن و او وقتی ایجا برانه هستی کنسلشون میگیرن یا میزنن بیس پشاری میگن. بله همین سازمان های بین المللی هم ایمینو هم میگوین که مثلا در خیلی و ما و شما توجیک ها هم غیر برای ادزی پروست بقفن همونجا در دقیق بخری اگر میشکنن برای جنگی که 2 کس ایش برای جنگ میخره بردیانش سیگره نخونش کان یانگیرفین منم در همین یا تایرگاش تیم کارتاش خیلی اشیب کشیده کروچی دانم یمی 2 نمر توری اومده نو فامیلای میخواد کروچی جوی کدوم دولت دیگه گاو زده ده والله تو فهمیدین این اسه ایره کشتیان قریبی سویده عجیب خیلی همین او جوره ما میگه که 10 minut دیر کردن دو داری خمازدی هم کشتیان خیلی میزان کشان میگم فقط راه ندارم. بله همین ادلکت گوش کردم ادلکت معلومه که ایسو نیاه کردیسه گاودیسه معلومه که خیلی تای کامرا واردانش که مقصد گاوده. بله هی دیگر در تاجیکستان خدا نگه دارد اگر در دست اونو بخری هر کاری که میخواه بخواهن در حقت انجام میدین. حالا مثلا در همین باره گفتید برادر عزیز در همین باره گفتید در همون قشلاق خانده بچه ها نقل برادر ها دوستان نقل میکنن میگوین که اگر یک حادثه میشد یک کس میکشد یا یک جنایت صورت میشود همه بچه های همون قشلاق تا یافتن همون جنایتکار میبرن میشکنن همین میزنن همین ظلم میکنن اخی بعد اگر یک نفر هم نیافتن بعد یک نفر بیچاره را میبرن بیگناه میبرن در سرش میزنن یا یک کمتر آدمی زودتر اگر جنایتکار باشد اون بیچاره بیگناه میبرن میزنن میگن که تو اگرده میگیره و چندین نفرها از حصار از دیگر جا هم گفتن که در حصار میارن که همین اعتراف کنم که کاری که انجام ندادم با مثال در اتوب میمونن تاک نمیمونن در همون بعد اعضای تناسلی انسان میموننده به یه حد بزید است. اگر ترمای ما را حساب کنید بگناه پر کنی کیم کیو 10 سال 12 سال 13 سال پر اشتگیه نه که کی با درد دل تباکی میگی. بله متاسفانه همین خیلی است یعنی یک وضعیتی هست که خداوند نگاه دارد و این باید میگن که ما همو عقیدت شمش نسیم باید میگن که ما گفتیم خیلی ما چخچک میدونم خدشون دا میگم خیلی این کار نیست ناعدالتیه این ظلمه این میگم ما همشو میدونیم فرمان وقتی فرمان شید ما با دودری خما میبرم اگر نبودم میکشم میگم فرمان نشو که الان آدم کلک نمیاریم بعد مسئله میگن که یه چیز بلاروسو سالات بلاروس دارد چی رفته که هم اساس نداره یا چون همین خباخواتی هستن همین سیستم یعنی اموسه و سپیزه میده که این همی دادوری همه بدخشی همیتو بدخشونی هست وای فرمان شد اونو بدخشونی رو میرمن مثلا میزنن نشکنن مردم ها کده میره در کشم میگیرن بلچین میکنن میرن برای اینی هم اساس نیست در کلوسی همون خود چونه در کشم بخواهن چون همین فرمان شد همین بچه بدخشون دادوری اموسه پر توزه بدخشی بله میگن که برای خود بگی بیا شما میرون میگن این امره این پس سیستم هم خبده که اگر امر اجرا نکردی نابود میشه. بله که در اینجا هم مثلا تنها مثلا بدخشانی ولی تقریبا در مقصد میگن که مردمی کلوب میروند مردمی میشه او یگو علارش او در سیستم او درآمدی کار نداره همین تو در کار شود بدخشانی میگه که برام بدخشانی خطاب بگی بیو وای امر میره بسیار خوب برادر دولت جان باش در خط باش حالا من بگی دیگه یک در کانال ختون چطور برمان کردی ان شاء الله میشود ان شاء الله من شروع میکنیم
حالا اینستاگرام دارم کم کم می‌نویسیم تا جواب میدادی دیگه جواب ندادی. انشالله که شناختی باشه. بله حالا برادر دولت جان شما باشین در خط که از برادر بگی دیگه میگیم. فقط پیش از این که ایرا بگم خیلی که خبر همتون یافتین ادوکاتی علواتشویف که به نام زینالدین خیرالدینوف ادعا کرده است، گفته است که مثلا علواتشویف رو هیچ زور شکنجه نسبتش در بازداشتگاه صورت نگرفته است و اون که اکای علیم شیرزمانوف که از معاون رهبری پیمان ملی تاجیکستان گفت که عدالتشویف رو همون قدر شکنجه کردن که 2 روز از جای خود خیسته نمیتوانست. و حالا زینالدین خیرالدینوف در یک ویدیو گفته است و نمیدونیم که در چه حالت این ویدیو گرفته شده است و مثل اینکه در زیر ارچه باشد نمیدونم، حالا برآمده است همین خبر و برای همین این گپ این زینالدین خیرالدین ولی خیلی که برادر حاضر بود برادر دولت گفتن در تاجیکستان همون قدر بازداشتگاهاش همون قدر ظلم و شکنجه و هر چیزی هست که حیران میشه. برای همین حتی حالا هم میگویند که نسبت همون مادر شاهده محمد جانو که حالا بود در بازداشتگاه هست احتمال زیاد موردی یعنی اون هم زیر ظلم و شکنجه قرار گرفته است. حالا بفرما شما برادرین خواهرین به نامی بگی دیگه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت. کم راه حلش ما در چی میبینین همین ظلم از بین بریم؟ راه حلش در کجا است؟ شما چه خیلی میبینید؟ اول شما بگید بعد من میگم. من به فکر ما که همین خلق پول میخستن در کاری یک تا دو تا میخزن میبرن محکم میکنن کشتن میگیرن. ما فکر ما میه. بله درست است. منم به همین نظر هستم که وقتی که عددی بیشتر مردم یعنی بیدار میشوند دیگر مثل که دیگر پریزیدنت ها چرا گریختن، چرا وقتی که مردم همه که خست دیگر هیچ کار نمیکند. یعنی حالا مثلا فکر کن یک اویله است در تمام تاجیکستان، تمام اقتصاد در دستش، تمام قدرت در دستش، هر کاری بخواد و 9 میلیون مردم بیچاره زیر اطاعت یک اویله است و این یک اویله را از طریق چی انجام میدهد؟ همین قدرت را حفظ کرده است از طریق همین میلیشیا و امنیت و همین ها و اونها هم ظلم و ستم میکنن در برابرشان، اونها را پدرش کم میکنن، حمایت میکنن از اونها با خاطری که همینا چی شوند باز شجاعت بیشتر بیان و ضربه نخورن در زدن سرکوب مردم. برای همین منم به همین نظر هستم که مردم تا حد امکان هر قدر بیشتر بیدار شود همون قدر کنترل اونها، ظلم اونها کمتر میشد. مثلا حالا قضیه بدخشان است، همین ظلم و ستم به حد زیاد در دیگر منطقه ها وجود داره، در بدخشان هم. ولی حالا چرا در مسئله بدخشان نگران هستند و بسیار عصبانی هستند؟ و خاطر اینکه مثلا مردم بدخشان میگویند که نه به این حد ظلم دیگر ما آماده اینقدر ظلم و ستم یعنی آماده نیستیم. و خودی محمد باقر هم یک گپ خوب گفت که من نمیخواهم که فرزندهای من بعد من بیان ما رو همچون خائن از ما شرم بدارن. من نمیخوام خیلی باشد. یعنی مردم یک تا حد زنده هستند و این کارها در دیگر منطقه هم بود ولی دیگر منطقه ها را شکستند. حالا اگر ما مثلا همین بدخشان حفظ شود همون آزادی اینها آسته دیگر مردم هم طلب کنن، همین خیلی من فکر میکنم که آیسته همین رژیم ضعیفتر میشود. ولی اگر خدای نکرده ما حالا خاموش بیستیم که هر چیزی که در بدخشان صورت میگیره از ما دور است، یا من نمیدونم غرمی هستم یا کلوبی هستم یا سعودی هستم، برای من چی اهمیت داره؟ نه، خیلی اهمیت دارد. آینده ما به همین چیزها ربط دارد. وقتی که مثلا حزب دموکرات زدن مثلا دیگرش خاموش ایستادن، وقتی که مثلا اکی زیده بودن دیگرها خاموش. همین خیلی آیسته
نوبت نهضت اسلامی هم آمد، نوبت دیگریش هم آمد، همه را زد نابود کرد. حالا نه اینکه یعنی مردها را نابود کرد یا زندانی کرد یا به تبعید فرستاد، بلکه حتی امروز دست به سرکوب زنها شروع کردن، یعنی که یعنی عادت تاجیکی نمی آید. ولی متاسفانه اونها هر چیزی میخواهند، هر کاری که میخواهند میکنند و حالا نمادی همین مقاومت اینها در بدخشان وجود دارد. باید تا حد امکان این حفظ شود و دیگر منطقه هم کوشش بکنند که از بدخشان تقلید کنند، وضعشون مثلا یک کمتر آواز بلند کنند و همین خیلی ما میتوانیم که این حکومت که دیگر هر کاری میخواد انجام بدهد اون را یک لجام بزنی، اون را بگیم که برادر عزیز این زمینی که تو حکمرانی کردی هر که ظلم و ستم میکنی، ناف من در همین جا ریخته است. من میفرم آینده فرزندام همین جا باشد، یک زندگی شرافتمندانه داشته باشم، میخواهم با اهل و عیالم زندگی کنم، خوش باشم، جای کار داشته باشم. شما نه اینکه جای کار نمیدهید، بلکه شما مثال در برابر جای کار ندادن یک سومی که از داخل بیرون ما میاریم یا که مردم از روسیه میفرستن اونو میزنه میگیرید، فرزندان اونو میبرید 10 15 20 سالی زندانی میکنید. چیکار کنیم؟ ما خیلی دیگر نمیشود به این حدی که حالا وضعیت ما آمده است. متاسفانه ما در سالهای 99 2000 از ازبکستان اینها بهتر بودیم، حالا بعد ترکمنستان در آسیای مرکزی بدترین حالت را داریم. یعنی متاسفانه باز این حادثه‌ای که در قزاقستان شد، این حکومتداران ما را در دوشنبه به همین نتیجه رسیدن که باید هر قدر بزن مثلا سرکوب کن، کسی چیزی گفته نمیتونه. نه، باید ملت نگوید، نه گفتن نه گفتن ملت یاد بگیرد، مثل که برادرای بدخشانی نمیگویند، دیگر منطقه ها مؤسسا نمیگویند و ما همین خیلی آیسته آیسته میتونیم که لجام اینها را بکشیم. وگرنه خدای نکرده دیگر در هر منطقه یک رئیسی یک میلیتسیا در یک ناحیه میگه که من هر کاری که در همین ناحیه بخوام انجام میدم، یعنی چی کاری بخوام انجام میدیم و همه ما میدونیم که در منطقه همون همین صورت میگیرد. یعنی آرامشی که اینها میگوین همین است، یعنی غلام بودن یا اکوپاسیون کنند، همه را بیارند و هر کاری که خواهند دلشان انجام بدن. برای همین منم به این نظر هستم که اگر مردم آیسته آیسته حق خودش را یاد بگیرند و طلب بکنند و نگفتن در برابر مقامات یاد بگیرند، انشاءالله او روز مثلا زین العابدین که اونقدر قوی بود در تونس کجا شد، یا مثلا دیگر و دیگرش، همه اونهایی که وقتی ملت خست. برای همین است که اگر مثلا ما قرآن کریم رو میخونیم، مثال قل یا ایها الناس، یعنی ایها الناس اونجا هست، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، یعنی تأکید به مردم است. معنیش این است که مردم در مردم قوت است. اگر مردم بخیزه، مردم یعنی نبگوید، دیگر چیکار میکنن؟ همه کاتگوری مثال همین عائله از همه حساب مردم است. اگر مردم نبگوید، بتواند نگفتن رو، دیگر وضعیت فرق میکنه. همین خیلی بله، حوزه و مردم ما میترسه، هم ظلم میدونه، میترسه، بچرا آواز بلند کردن نمیتونه. بله، اونه همین خیلی است. بعد یک چیز دیگر حکومت یاد گرفته است، بالای این برادرها خواهر توجه بدیم. مثلا حالا محمد باقر دیگر و سیاه‌کنی او دست دادن. همین حکومت یک چی دارد، یک میکویلی در کتاب همون شهریارش میگه که یک چیز دروغ چند بار بگو، تکرار به تکرار بگو، مردم باور میکنن. مثلا 2015 وقتی نهضت اسلامی را بستن، من فکر نمیکردم که تو این حد مثلا مردم از ما دور میکنن. یعنی مردم مثلا به این گفته های ساخته و بافته و اتهامات ساخته اینها به حد باور میکنن.
برای چی؟ برای که شب و روز گفتن اینها همین چیز به همین تاکتیک را دارند که یک چیز چند برابر میگوین تا مردم باور کنند. حالا ببین محمد باقی را چندین اون مردم در مثلا در همین حکومت خدمت کرده است، چندین کارهای خوب کرده است، ولی حالا که نمیگوید به خاطر نگفتنش باید اون رو سرکوب کنه و بسیار روز به روز این اتهامات رو با چندین بار تکرار میکنن و این چندین بار تکرار کردن بعضی ها در اون مردم عادی به این چیزها باور میکنن و همین است که حالا انجام داده ایستادن. مثلا در نسبت بدخشان مثلا اول شروع کردن حزب نهضت رو که دیگر این نهضتی های خیلی دیگه اصلا شروع کردن به اینها، بعد سر کردن آمدن به عزت امان، پیش از عزت امان اکی مثال کرامت شریپوف و اینها پیش از اونها بیچاره اکی زید چیکار میکرد؟ فقط تنها گفت که من میخواهم که یک حزب بکشویم، اینقدر شرایط دارم، میخواهم ملتم یک کمتر سربلند باشد، از زندگی شرافتمندانه داشته باشد. برای همین بردن و همین خیلی سیاهکاری اینها کردن و بعد اومدن نهضت رو، بعد این نهضت اومدن مثلا که کرامت و بیچاره عزت امان و نمیدونم دیگر اینها، هر کسی که در برابر این رژیم نگفت اونا میان شروع میکنن به یعنی شما یک ملت نخود اینقدر تروریست بیتروشید. حالا مثلا متاسفانه همین خیلی شده است که هر روز فلانی اخوانی ها تروریست، فلانی ها تروریست، اینها تروریست، همه تروریست. ما یک ملتی مایل به تروریست نیستیم، ما یک ملتی هستیم که خدا را شکر مثلا من خودم در پاکستان درس خوندم، عددی مثلا تاجیک ها تا 2000 تاجیک در پاکستان بود که در اونجا میدونیم در پشاور و در اسلام آباد و در فیصل آباد و لاهور و کراچی اینها در همین شهرها دیگر گروه ها بودن، دیگر مردم ها بودن، ولی باور کنید کمترین تاجیکی که به همین گروه ها رفت، گروه های مثلا همون متشدد و افراطی خیلی کم عدد رفت. یعنی ملت تاجیک یک ملتی مایل به تروریسم نیست، ولی متاسفانه همین خیلی نشان میدن. برای همین است که امروز ضربه رو مهاجری بیچاره تاجیک میخرد که هر در روسیه و دیگر کشورها اگر یک جای مشکل شد خواستن یک کس سیاه بکنن، برای اونها به آسان همین تاجیک است که میگیرن خدای نکرده در یک قضیه تیلش میتین و بعد اون متهمش میکنن که این تروریست بود و میخواست چی کار کنه دیگر. برای چی؟ برای که حکومتداران ما خودشان ملت تاجیک رو به همین حال رسوندن. دیگر نخود ملت تاجیک فقط همین خبر وقتی که میکشوی فلانی تروریست، فلانی جنایتکار، فلانی این خیلی نخود به این حد. و کدام وای مادر عبدالرحمن نولنو چیکار کنیم؟ وای آزاد کردن چیکار با مردم چی گفتنی هستن شما؟ بسیار من فکر میکنم برادر عزیز که در این مسئله باید مادرها زنها بیشتر فعال باشن، خصوصا اونهایی که حالا در کشورهای بیرون از تاجیکستان هستن. اگر اونها مثلا تظاهرات کنن، نامه نگاری کنن و بخصوص در کشورهای اروپایی بسیار سازمان‌های حقوق دفاع از مادرها از زنها هست و آنها مراجعت شود، من فکر می‌کنم خیلی تاثیر داره. و بعد از در داخل تاجیکستان چی طوری که برای همه ژورنالیست‌های تاجیک بخصوص زنها اینها یک شکل نوشتن، بله وضعیت خیلی فرق میکند، فشارها خیلی زیاد شده است، ولی به هر حال باید ما همین چی را بشکنیم. مثلا حداقل مثلا اونهایی که در داخل تاجیکستان هستن به یک شکل یک صدا بلند کنن، اگر تا حدی همون قدری که میتوانند که این مثلا برای در یعنی رسم و آیین تاجیک اصلا درست نمیاد که یک مادری تاجیک رو، یک زنی تاجیک رو ما مثلا به خاطر گناه نمیدونم فرزندش پسرش چیکار کرده است، یعنی گناه حقیقی از نگاه حکومت یعنی به فعالیت های پسرش خیزیم همین کار بکنیم. به نظر من همین است که باید همه قشرهای مختلفی جامعه
بخصوص اونهایی که در تاجیکستان هستن، اگر اونها هم به حد شکل یعنی کوشش بکنن تاثیر خودش برسونن، سهم بگیرن و بعد در اینجا من فکر میکنم که حکومت چطوری که مجبور شد در بعضی مسائل عقب نشینی کنه، در مسئله حمزه عقب نشینی کرد و در مسئله که در مسئله برانشیدن اینترنت و در بعضی مسائل وقتی عقب نشینی کرد مجبور شد برای که ملت همش خیست. حالا ملت همش بخیزن و نامه بفرستن به امبودسمن تاجیکستان و نمیدونم دیگر به هر راهی که امکان داره باید کوشش کنیم که این مادر تا اعلان شدن همون حکم اینهاش باید کوشش کنیم که این آزاد شود، فشار رو بیشتر آورد و الحمدلله مخالفین هم گفتن که نامه‌نگاری ها و اینها با سازمان های بین المللی اینها هست در این مسئله و امیدواریم که مثلا اون مادر که واقعا بیگناه هست اون آزاد کرده شود. بله ما وقت شما رو بیشتر نمیگیرم. من میخوام که هم مادر آزاد شود هر چیز زودتر و که ما خودمون ناراحت حس میکنیم برای یه مادر بیچاره که ای دست و یگون کار نمیبین و گرفته مقام کردن. هر کسی در این باره در این قضیه گپ نمیزنه و یک بیناموسه، یک بیناموس به فرهنگ دیگه میشه. کی؟ کسی که همین در قضیه همین مادر همین عبدالرحمن که گپ نمیزند و خاموش است، با فکر من یک بیناموسی اختیار میکنه. بله متاسفانه وضعیت همین خیلی است. یعنی یک توجیک چخل میشود که یک مادری توجیک، حالا مثلا اونهایی که خدا نگه داره که این مادر ولی احتمال زیاد است که مورد شکنجه بخصوص فشار روانی اینها قرار گرفته است وقتی اون بازداشت در بازداشتگاه است. اونهایی که همین کار میکنن تعجب میکنی که اونها مادر، خواهر، دختر ندارن که همین کارها رو نسبت یک چی میکنن. متاسفانه در ما همین خیلی هست که وقتی که حکم از بالا آمد دیگر اینها از دستشون نمیاد. ولی من فکر میکنم که خیلی مثلا بعضی حالت‌های میشود که اینهایی که در زیر هستن فرمانبردار هستن، یعنی مثال در زینه‌های پایین‌تر هستن، تاثیر خودشون رو به هر راهی برسونن و بگویند که نباید این مادر مثلا خدا نکرده زندانی شود یا این اتهامات اصلا درست نمیگیرد. ولی متاسفانه در تاجیکستان خیلی که میدونیم هر کسی را هر اتهامی بخوان میزنن، تمغه را بخوان هر تمغه را بخوان میزنن و کسی هم در خواست که مثلا از اون دفاع کنه بیچاره مثلا اکی که بزرگ مهری رو خواست از نهضتی ها دفاع کند، یعنی ادوکت اونها شود و دید که امروز خود او را چیکار کردن به چندین سال، بیش از 20 چند سال اونا زندان کردن. یعنی همین خیلی است. اونها میدونن حکومت با زور با فشار، مثلا حالا مادر شاهده محمد جان و این کار در حق انجام دادن، میدونن اگر کسی که باز صدا بلند کرد باید اون رو نیز سرکوب کنن. ولی من فکر میکنم که به حدی تا حدی را کوشش باید کنیم که این کار صورت نگیرد. حالا برادرای عزیز تماشاگاه ببینیم 14 و ساعت 4 و 13 در ما شد، یک 15-18 مینوت دیگر وقت داریم و بعد اون ما این استودیو را میدهیم به پیام، به کانال پیام که حالا ما یک 15 دقیقه وقت داریم. یک برادر یک نفر دیگر وارد شدن، بفرما برادر عزیز. سلامت باشه که من خارج میشم. بفرمایید خدا نگهدار. ناحیه 5 N5 همین خیلی که مردمی بدخشان میخواستیم که همین خیلی که مردم بدخشان در ولایت سوق عمل کردن خیستن اومدن، همین خیلی مردمی ولایت سوق خیسته به طرف بدخشان سفر کنند تا ظلم برکنار کنیم، ای خوینانی ملت نابود کنیم.
یعنی شما میگویید که دیگر منطقه هم از مردم بدخشان دفاع کنند، بله؟ البته بی‌طرف نباشند. امروز این مادر این خیکدن پگه خچونه پگه بروکوی خچونه میکشند. این خیلی بی‌طرف نباشند. متاسفانه از همه جا گفت که داد و پوپیسه میکنن خیستن در کار. خونی ما این با خیتای فروخته ایسان، همه را با خیتای فروخته ایسان. شیشته تماشا میکنیم، شیشته از یک طرف دیگر گوش میکنیم که چی گپ شد، که یگان گپ میشه که تو ما بفهمیم تو ما چی کنیم. عمل کردن در کار. بله واقعا هم گپ درست گفتید. اگر حالا مثلا همین چیزی که گفتید، اگر ما مثلا از همین مردم بدخشان دفاع نکنیم، خدا را شکر مردم بدخشان خیلی زحمت میکشن، اونهایی که بخصوص در خارج هستن، اونهایی که در داخل هستن، شبانه روزی مثلا اونجا پست کردگی هستن برای خود، یعنی از کوشش دارن و الحمدلله که دیگر مردم دیگر مناطق هم تا حد امکان در برشان هستن و تقریبا این از وقتهای دیگر کمتر فرق دارد. مثلا 2012 2018 وقتی که 2014 این هجوم ها بالای مردم بدخشان صورت گرفت و تقریبا مردم بدخشان کمک نکردن، ولی این دفعه الحمدلله مردم بیشتر یعنی بیدارتر شده است و کوشش میکنند که تا حد امکان با هر راهی هست از مردم بدخشان در مقابل این ظلم ستم حمایت کنند. البته ما طرفدار ما خودمون روسیه در حضور داریم. طول 25 نفر در یک ابیک کار میکنیم، همه مردم بدخشان. من یک خودم دفعه از ناحیه 5 میخوام که همه یک جایه، نه بدخشانی نه خطلانی نه چی، همه خستن در کار. نسبت به مردمی که بی‌طرف شدن در کار نیست. کشته ایسان، مادر را برده زندانی کرده ایسان، مادری که یگان کار نکرده است، با فرزندش اجازت نیست گپ زدن. پریستاوید کنه که تجاوز کرده ایسان با مادرامون، با سمیهامون. این چی گپای خودش؟ بیدار شیم، بیدار. بله متاسفانه اگر خدا قسم این بچه های بدخشان هستند، میخواهم که یک جایه خسته بیایم، یک جایه خسته بیایم تاجیکستان. ما همین جده داریم که کی ما را بگم بخیزیم بیایم، ما بخیزیم بیایم. ما هیچ وقت وطنمون که نمیفروشیم. ولی در عین حال برادر عزیز، اگر شما ویدیوی دیده باشین، ویدیویی که یک گروه از مردم بدخشان مثلا با طرفداری از حکومت یک ویدیو برنامه، یک پرووکاسیون، واقعا خیلی بد است. خیلی بد است که حکومت دست به چنین میزند و مردم های منطقه را میخواهد با هم جنگ بدوزد. یعنی مردم کلاب، مردم غرب، مردم سود و اینها را یعنی وقتی که زورش اومد از مثلا از همین نقطه محل مسئله را نگاه میکند که خیلی بد است. حالا مثلا چند نفر برآمد میگوید مثلا به مردم بدخشان که شما این خیلی نکنید، باید همه جا قانون باشد. قانون را دیدیم در خود شهر کلوب چقدر قانونمندی هست، چقدر هست. قانون در تاجیکستان وجود ندارد. بخشش پیشی گفتم در تاجیکستان قانون نیست. قانون فقط برای کمبغلا های، برای امام تپک و برای دیگرش نیست، برای اویله رحمانوف نیست قانون. بله همین حالا من همون گروه بیدار شد محلگرایی نکنین، بس های مردم. همین ویدیویی هست برادر عزیز، همین ویدیویی که هست گفتم که در یعنی یک گروه از مردم شهر کلوب که جمع شدند و همه تاقی کلوبی موندن و یک شکل تهدید میکنن مردم بدخشان را.
یعنی این کاری واقعا کدام در حکومت امی کار کرده است یا پروکاسیا و این خیلی بد است. اصلا اونها مثلا چرا مثلا مردم در مقابل مردم دیگر قرار میدین؟ مثلا چرا یعنی حکومت دیدیم که مثلا وقتی که زورش اومد مردمی بعضی نماینده های پارلمانی همون مجلس های محلی خواستن گفتن که باید درواز ونج باید از بدخشان جدا شود. معناش چی است؟ معناش این خودش آیا همین کینه و عداوت انداختن کینه و عداوت نیست بین مردم؟ مثلا چرا میخواهید که دیگر مردم مثلا اگر بگیم که از نگاه یعنی این ونج و درواز مثلا مردم اکثرا اهل سنت هستن اینها بیاین این طرف و اون مردمی که یعنی اسماعیل مثلا مذهب اسماعیلی دارند و مردمی مثال در ما پامیر در تاجیکستان پامیر میگیم یا مردم بدخشان اونها جدا باشند. یعنی این خودش اصلا تقسیم کردن کینه و عداوت بر اساس مذهب است. ولی وقتی که همین صدا داد از طرف حکومت، حالا مثلا حکومت سرکرده از زبان مردم کلاب گویا که همین گپ میگن خیلی بد است. چرا مثلا ما باز یک نه مردم کلاب این خیلی نمیگن، مردم کلاب در خون حکومت تشنه هم. بله مردم خودش مردم حالا همون میگه همون گروهی که در همون ویدیو هست میگوید که قانونمندی. کدام قانونمندی؟ در کلوب چی قانونمندی است؟ من مثلا دوستا و رفیقا دارم میگویند که واقعا مردم یک برابر مردم نشعمند کردگی است. حکومت قصدن جوانها را مثلا در قانونمندی در حالا ناحیه 5 میگه کدام قانونمندی در اون ناحیه وجود دارد؟ در سوق کدام قانونمندی است؟ یک نفر بیاد هر کاری یگان چی؟ بله اینها فقط همین است، به همین بهانه قانونمندی از 5 میبرویند کردوهای 40-50 هزار دلار کتی میبرویند، لیکن با 5 وارد میشوند در سر وظیفه در سر قدرت میبیویند دکتگی پوشون ولاسپید قتی میبیویند از این لانکروز 500-300 قتی میبرویند میروند از دست چه؟ از دست نارکوتیکا. بله متاسفانه چنین هست. حالا مثلا ما که ملت تاجیک یک بار جنگ شهروندی را از سر گذرون، حالا مثلا وقتی زورش آمدن اینا را میگویند که بسیار خوب اگر شما مرا نمیخواین، یعنی من مثلا خدای نکرده من همین خیلی باز یک جنگیگر میاندازم همین خیلی. چرا آخر خیلی 30 سال شد در همین تاجیکستان حکومت میکنه یک اویله دیگر اون طرف را مردم بیچاره در عصری فکر کنید در عصر 21 سوئد نداریم ما. چرا مثلا برق نداریم؟ با برق رو با افغانستان همسایه میفروشند. ما مخالفی همکاری با کشورهای همسایه نیستیم، باید همکاری باشد، ولی اول باید من خودم خانه من گرم باشد، اول من خودم برق داشته باشم. ولی متاسفانه میفروشند به اونها و باز از پشت ادعا میکنن که ما یک حکومت فراملی برای افغانستان میخوایم. خود در تاجیکستان اصلا حکومت فراملی نداری. در تاجیکستان شما یک حکومت یک اولوی است. حتی بگیم که اول مثلا کلابی گفتین آمدین دنگره، حالا از دنگره آمدین در سطح یک خانواده قرار گرفتین. کدام فراملی که یعنی فراشمولی یا شمولی که شما میگید؟ مثلا حالا همون طالبا را دعوا میکنن اینها که مثلا با طالبان مشکل دارن و میخوان از جبهه مقاومت اینها دفاع کنن، همینها با برق میفروشن در حالی که مردم خودمون برق نداره. ببینید برادر این تضاد ببین که مردم خودم ما یک گپشون 100% راه دور. بله یعنی واقعا یک مصیبت است که مثلا مردم خودت برق نداره باز بگیری برق اول مرا به برق، یعنی این حق من است، در اولویت من هستم، اول من رو برق بدی بعد برق رو به دیگر بدی. حالا مثلا مردم بدخشان میگوید که امنیت همین است که نیسمی 100,000 کیلومتری 10,000 کیلومتری یا 100,000 چند یک قسمی از زمین بدخشان رو به خطای بدی. باز در آینده باز میخوای همین است
امنیت همین است که در مسئله مرز قرقیزستان قرقیزها مسائل مرزی رو در رسانه هاشون و مردم صحبت میکنن، میگوین در ما مثلا قضیه همین مرزی شد با قرقیزستان، همه رسانه ها خاموش تا اینکه اینها رو چیزی بگوین. ولی قرقیزها هم در داخل و هم در خارج خیلی فعال بودن. برای چی؟ برای که ما اقلیتی همون غلامی را خود سنزورگی را گرفتگی هستیم. هیچ کس جسارت ندارد که یک گپ بزند. ولی قرقیزهای همسایه ما خیلی آزاد هستن، خیلی صحبت میکنن، هم رسانه هاشون فعال هستن، هم مؤسسه، هم مردم، هم حزبشون، همه. اما آمدیم یک ملت مرده نگاه میکنیم که یک نفری که مثلا در اون دوشنبه ششته است، نمیدونم که در اون طرف چی میگذرد و دیگر همه منتظر اونن که اون چی میگوید. خب برادر این خیلی نمیشود. حالا مثلا درست بله ما با گفتی شما چیکار کنیم اکا خیسته بیایم ما چیکار کنیم که همین کارو من فکر میکنم که یگانه راه همین است که در برابر این حکومت، یعنی حالا مثلا در همین قضیه بدخشان باید تمام ملت در بر بدخشان بیستد. این نگذارند که بدخشان البته وقتی که نتوانستن خیلی که در بر سود بود بدخشان، همین خیلی در بر بدخشان بودن در کار. بله دیگر حالا من برادر عزیز همین خیلی است. حالا وضعیت تاجیکستان متاسفانه یعنی همین خیلی است. یعنی اگر ما میخواهیم آینده کشور و ما میخواهیم آینده فرزندهامون بهتر باشد، باید امروز در بری مردم بدخشان بشیم. دفاع از بدخشان دفاع از تمام تاجیکستان است. زیرا اینکه اگر اینها همین ظلمی که در دیگر منطقه ها انجام میدهند میخوان همون رو در خودی بدخشان هم انجام میدهد. ولی اگر برعکس نگاه کنیم، اگر ملت تاجیک در بری مردم بدخشان ایستاد و بدخشان را نتوانستند سرکوب بکنند و انشاءالله نمیتوانند، این مردم سربلندمان دیگر منطقه ها هم کوشش میکنند که به یه حد مثلا همون آزادی رو داشته باشند. برای چی؟ برای اینکه وقتی میبینند که مردم بدخشان در یعنی آزاد هستند، هر کس آزادی را دوست می‌دارد. ولی منطقه ما شما فکر کنید، همه منطقه، حتی منطقه کلوب فکر کنید، چی زندگی دارن مردم بیچاره، هیچی نه حق دارد نه حقوق دارد نه هیچی، فقط ظلم و ستم هست. برای همین خاطر برادرای عزیز گرامی همین است که ما باید امروز درباره بدانیم که دفاع از حمایت از بدخشان حمایت از تمام تاجیکستان است. حمایت از بدخشان حمایت از غرب است. حمایت بدخشان حمایت از کلوب است. حمایت بدخشان از حمایت از حصار است. حمایت از بدخشان حمایت از سوغد است. حمایت از همه است. فکر میکنید که به زندانیا تاثیر ندارد؟ بله تاثیر دارد. این مردم اگر همون قدر برای چی ناراحت هستند؟ برای چی در حالت عصبانی قرار دارند؟ برای اینکه یک منطقه برای اونها نمیگه. نگفتن برای اینها خیلی یک مسئله وزمین هست که شما چطور مثلا در روی من نمیگویید. یعنی باید خود ملت تاجیک غلام شما نیست که. هزار رحمت درست. بله. خب برادرای عزیز گرامی، ما یک دقیقه دیگر مونده است. برادر عزیز تشکر برای اینکه در صحبت با ما بودید. من یک چیزی گفتنی هستم اکا، یک چیزی گفتنی هستم. ما چرا به دیگر امام علی گوش کنه، امام علی گوش کنه، اون نیامنیکای آوردگیش کشیده برو را تاجیکستان های پامیر کشیده برو را که می بیایم تاجیکستان با همون نیامنیکای آوردگیش خدمت میدونیم چیکار کنیم. ما ارمیمون طرف ملت است، نه طرف امام علی، نه طرف دیگر و دیگر. از ارمیا باوری ندارد نیامنیک آورده به خلق تاجیکستان ظلم کنی آوردگی.
سلامت باشید برادر عزیز. یک بار دیگه از همه برادران و خواهرانی که با ما بودن تشکر میکنم، بخصوص برادرانی که با ما صحبت کردن و همچنین از همه برادران و بینندگان گرامی خواهش میکنم که به کانال پیام تیوی بروند. در اونجا این ماراتون ادامه خواهد یافت. و یک بار دیگر تشکر. خداوند یار مددگارتان و هممون باید بدونیم که حمایت از بدخشان حمایت از سراسر تاجیکستان است. حمایت از بدخشان حمایت از تمام منطقه های تاجیکستان است. خدا حافظ. خدا یار و مددگارتان. روزتان بخیر. در پناه الله پاک باشید.